بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه حجت بی حجت و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در استودیو حضور دارند و ادامه موضوع امامان 12گانه‌ای که اعتقاد دارند در مذهب شیعه اثناعشری که اینها حجت‌های الهی در زمین هستند و امامانی هستند که از طرف الله سبحانه و تعالی بنابر نصوص قرآن و فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان خلیفه، امام و جانشین و حجت نصب شدند. ما تا حالا که به امام هشتم رسیدیم ثابت کردیم که اکثر روایاتی که در ابواب مختلف کتاب کافی اومده دروغ‌هایی است که اینها ساختن، تناقضات و تضادهایی که وجود داره و همچنین بررسی‌هایی که صورت گرفت در مورد روات. دیدیم که بسیاری از راویانی که اینها دین و مذهبشون رو از اونها میگیرن انسان‌های فاسق، فاجر و حتی کافر هستن. یعنی بعضیاشون رو دیدیم که معتقد به تجسیم و توهین به ذات الهی، توهین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حتی توهین به امامان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشند. به همین دلیل ما و همچنین بینندگان عزیز و گرامی به این نتیجه رسیدن که اینایی که ادعای محبت اهل بیت میکنن، این روافضی که فکر میکنن که دوستدار اهل بیت هستند، در حقیقت دارن با این دین و مذهب بدترین توهین ها و اهانت ها رو به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روا می‌دارند و همین کلینی و مجلسی و شیخ مفید و اینها عموماً علمای دست اول دین شیعه‌گری کسانی هستند که دشمنان اصلی اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشند، زیرا اهانت هایی که، توهین هایی که در کتاباشون کردن باور بکنید که هیچ گبر و ترساب و یهودی و نصرانی نکرده به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در هفته‌ای که گذشت اگر به یاد داشته باشید ما تا بررسی روایات باب الاشاره و النص بر امام رضا در کتاب حجه اصول کافی رسیدیم و در برنامه امشب هم ادامه همون بحث را خواهیم داشت بر علاوه به امام جواد و امام هادی رحمهم الله اجمعین. به اینها هم میپردازیم و ببینیم که اینها در نزد مذهب شیعه دارای چه جایگاهی هستند و روایت هایی که در مورد اینها اومده در کتاب حجت که صحیح ترین کتاب در نزد شیعیان اثناعشری کتاب کافی است و مهمترین مسئله امامت ائمه اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. ما خواستیم این موضوع مهم رو از صحیح ترین، بزرگترین، معتبرترین کتابشون بعد از قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. مهمان همیشگی برنامه ما حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستند که من بعد از این پرحرفی عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد. خوش آمدید. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما هستم با موضوع امامت امام جواد و امام هادی از دیدگاه کتب شیعه و مشخصا از کتاب اصول کافی. بله، جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما نکته‌ای که حائز اهمیت بود در این برنامه و نظر منو جلب کرد و واقعا انسان رو متاثر میکنه قضیه توهین‌ها و اهانت‌هایی است که ما در هر باب موقعی که هر امامی رو بررسی می‌کردیم متوجه می‌شدیم که همینایی که به اصطلاح ناقلین دین تشیع هستند مانند زراره و ابو بصیر و هشام ابن سالم و هشام ابن حکم و همینایی که ذکرشون رفت ابوالخطاب و غیره، نزدیکترین انسان‌ها به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنطوری که ادعا کردند، در حالی که به نظر ما اینها انسان‌های منفور و شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی بودند که در لباس تقیه و محبت اهل بیت به اونها ضربه می‌زدند. اگر لطف بکنید در شروع بحث ما در مورد امام رضا
و توهین هایی که به ایشون و به دیگر ائمه شده، اگر خیلی مختصر بفرمایید تا وارد اصل بحث بشیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که شما هم فرمودید در آغاز صحبت هایتون، در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در دایره مشخصی 12 یا 11 نفری که شیعه آنها را به عنوان امام خودشون انتخاب کردند، دو دیدگاه متفاوت وجود داره: دیدگاه اهل سنت و الجماعت و دیدگاه شیعه. دیدگاه اهل سنت و الجماعت، من بارها اینو عرض کردم که بر اساس اعتدال و میان روی هست، با همون دیدی که اهل سنت و الجماعت ابوبکر و عمر و عثمان را می نگرند، حضرت علی و اولاد علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین را می نگرند. یعنی با دیده احترام، با دیده محبت، با دیده اعتدال و بدور از افراط و تفریط و زیاده روی و غلوی که در این زمینه فرقه های متعددی متاسفانه داشتند. اهل سنت و الجماعت در مورد اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نگرش یگانه‌ای دارند که مبتنی بر اعتدال و میان روی هست. هر انسان عاقلی، اعم از شیعه و اهل سنت و الجماعت، اگر بخواهد واقعا هم امامت اهل بیت رو و هم حرمت و در واقع احترام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو اگر میخواهد که اینها را قبول بکند، باید سنی باشد. امامت این بزرگواران نزد اهل سنت و الجماعت یعنی امامت در علم، امامت در تقوا، امامت در شجاعت و امامت در تقرب به الله متعال، در اخلاقشون، رفتارشون. اینها جزء مواردی هست که اهل سنت و الجماعت به اونها اعتقاد دارند. علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر و موسی کاظم، حتی امام رضا و دیگر بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در واقع نام و نشانی داشتند و علم و معرفتی رو الله متعال به آنها عنایت کرده. این امامت آنها را اهل سنت و الجماعت بدین معنی که امامت بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول دارند، این امامت را اهل سنت قبول دارند. روایاتشون صحیح ترین روایات این بزرگواران نزد اهل سنت و الجماعت هست. در طول تاریخ شما نمی بینید که یک نفر از اهل سنت و الجماعت، از ائمه اربعه اهل سنت، از ائمه سته و در واقع اصحاب کتب سته اهل سنت و الجماعت، محدثین، فقها، محدثین، نمیدونم که مفسرین و تمام طیفه های گسترده اهل علمی که جزء اهل سنت و الجماعت بودند، به هیچ عنوان از هیچ یکی از آنها اهانت هایی رو که شیعه به اهل بیت کردند یا شبیه به آن را از اهل سنت و الجماعت شما سراغ ندارید. حتی از اون کسانی که ناصبی بودند، از مروانیه و از بنی امیه که عملا در واقع با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه جنگیدند، اما عمق اهانتی که به اهل بیت شده از جانب شیعه بسیار کمتر و خفیفتر هست اون اختلاف، اون در واقع اهانتی که از جانب مروانی ها در واقع به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شده. پس بنابراین برای شناخت جایگاه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، برای شناخت امامت واقعی و حقیقی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و برای شناخت حرمت و محبتی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان مسلمانان و در دلهای مسلمانان باید داشته باشند، اگر انسان عاقلی میخواد که این رو بر اساس واقعیت، اون چیزی که در جامعه وجود داشته، این امامت و حرمت رو میخواد که پیدا بکند، باید بر بگردد به کتاب‌های اهل سنت و الجماعت. امامتی که شیعه برای ائمه قائل هست امامت نیست، بلکه یک نوع غلو هست، افراط هست و اونها رو خدا قرار دادن هست. و روایات متعددی که در این زمینه اومده، هیچ کدام از صفات الله متعال نیست مگر اینکه آن را نسبت دادن به ائمه خودشون، و هیچ صفتی از صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست مگر اینکه این رو نسبت دادن به در واقع ائمه خودشون. به جای رسیده بدترش هم گفتن و تا جایی که آقای مدرسی میگفت که من نمیدونم که چرا اینها نبی نیستن، چرا اینها رو ما نبی نمینامیم، نمیدونم دلیلی برای این وجود نداره که ما این ائمه را نبی نگوییم مگر همین در واقع حفظ حرمت جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو بعوزه گفتند، ایشون رو دابت الارض گفتند، ایشون رو در واقع کچل شکم گنده گفتند و توهینایی که آقای مجلسی کرده بود، حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها صاحب لامع بیضا و بقیه کتاب‌هایی که این ارزش این رو ندارد که ما اونها رو در واقع ذکر بکنیم. درباره امام باقر، درباره امام جعفر، داستان حمام رفتنشون که اهانت‌هایی هست، در مورد امام کاظم رحمت الله علیه ایشون تهمت به زنا زدند. صراحتاً آقای کلینی در کتاب خودش این جمله رو نقل میکنه که ایشون در دعای خودشون این گونه دعا میکردند که عصیتک بفرجی و ان اردت یا رب لاعقمتنی. پروردگارا میگوید که من با شرمگاه هم عصیان کردم، معصیت کردم، اگر میخواستی من رو در واقع عقیم بگردانی. این جمله رو از زبان امام موسی کاظم رحمت الله علیه نقل کردن که در واقع خودش یعنی به معنی اتهام به زنا هست. در مورد مادر امام موسی کاظم در واقع بی احترامی کردن و مطالبی که من در چند جلسه قبل بیان کردم، همون بی احترامی رو که در مورد مادر امام موسی کاظم کردن، دقیقاً همون بی حرمتی رو به مادر امام رضا هم در واقع روا داشتن. یعنی بی حرمتی به مادر امام رضا، به مادر بزرگ امام رضا. و این مطلبی که در مورد امام رضا هست دقیقاً همون مطلبی هست که در مورد مادر کاظم گفته بودند در جلد 1 کتاب اصول کافی صفحه 486 باب مولد ابوالحسن رضا که هست. اولین روایت که محمد ابن یحیی از محمد ابن محمد از ابن محبوب از هشام ابن حمر نقل کرده، دقیقاً همون داستان رفتن کنیزک رو، چگونه این کنیزک رو خریدن و در کتاب بهار الانوار دقیقاً همون مطالبی رو که در مورد مادر کاظم آورده بودن که امام جعفر صادق سوال کرد که تو باکره یا سیبه هستی، جریانی که من قبلا تعریف کردم، دقیقاً همون مطلب رو در مورد مادر امام رضا رضی الله تعالی عنه و رحمت الله علیه اینو در واقع بیان کردن. این بی حرمتی ها رو به هیچ عنوان شما نزد اهل سنت و الجماعت نمیبینید، سراغ ندارید. من از تمامی شیعیان میخوام که این مطالب را بدون تعصب گوش فرا بدن، هم شیعه و هم اهل سنت و الجماعت. و عرض کردم که اگر شما دنبال امامت و حرمت و در واقع جایگاه واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید، راهش این است که بر بگردید به کتاب‌های اهل سنت و الجماعت. شما امامتی رو که اهل بیت لیاقت آن را داشتند و حرمتی رو که شایسته اهل بیت بوده، این رو در کتاب‌های شیعه نمیتوانید که پیدا بکنید. یا افراط هست یا تفریط هست و در واقع مانند دوستی خال خرسه اومدند و نمیدونم که به عنوان دشمنی دانا این کارها را کردند یا دوستانی نادانی بودند، به هر صورت ضربه زدند به امامت که هیچی، بلکه به شرافت و به ناموس و به حرمت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از این مواردی که در مورد امام رضا ذکر کردن، مطالبی که در این کتاب اومده که اشاره کردم، من نمیخوام اون مطلب رو دوباره در اینجا تکرار بکنم. مطلب دیگر و تهمتی که به امام رضا رحمت الله علیه زدن، این تهمت چشمچرانی هست که ایشون تهمت چشمچرانی زدن و واقعا یک نوع بی‌حرمتی هست به ساحت امام رضا رحمت الله علیه و دیگر آبا و اجدادش و در واقع به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این مطلب را که عرض می کنم شیخ صدوق در کتاب خودش آورده، عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 165 و کتاب‌های دیگر هم در واقع نقل کردن که این در واقع یک نوع بی‌حرمتی صریح و آشکاری هست به امام رضا رحمت الله علیه. من این مطلب را از کتاب بهار الانوار نقل می کنم چون که متاسفانه کتاب عیون اخبار رضا رو ما در اینجا نداشتیم و منتها بهار الانوار این مطلب رو از عیون اخبار رضا در این جلد کتاب خودش در واقع نقل کرده. دوستان این دوربین رو فعال بکنند، کتاب بهار الانوار هست، بارها اینو مشاهده کردند، کتاب بهار الانوار هست و این مطلب رو در جلد 49 در واقع بیان کرده. در جلد 49 این کتاب و این کتاب تاریخ الامام ابوالحسن رضا هست، یعنی مطالبی که آقای مجلسی در مورد امام رضا ذکر می‌کنند. صفحه 79 از این چاپ هست و از چاپ‌های دیگر صفحه جلد 49 که در این گوشه حک شده و صفحه 138 و صفحه 139 که در اینجا آمده. و این روایت 12 این باب هست. روایت 12 این باب هست که علامت نون زده.
و در کتاب بحار الانوار علامت نون یعنی عیون اخبار رضا که این مطلب را از کتاب عیون اخبار رضا نقل کرده، از همدانی، از علی ابن ابراهیم قمی، از ریان ابن سلط و با سندی که در اینجا ذکر کرده از امام در مورد امام رضا این مطلب را بیان میکنه. مطلبی که در اینجا اشاره کرده یک نوع عداوتی هست در مورد در میان امام رضا و شخصی به نام ذوالریاستین، این ذوالریاستین و عداوتی که با سیدنا در واقع امام رضا داشته که اسمش هست فضل ابن سهل که معروف بود به ذوالریاستین. این عداوتی میگویند که در میان ایشون و در میان امام رضا بوده. این مطلب رو در این زمینه آشکار میکند که این عداوت از کجا شروع شد و آغاز شد و چه تبعاتی رو در واقع داشت. میگویند و اظهر ذوالریاستین عداوة شدیدة لابی الحسن. این آقای ذوالریاستین فضل ابن سهل عداوت شدیدی رو آغاز کرد، ظاهر کرد با ابوالحسن که در اینجا امام رضا هست. و حسده علی ما کان المأمون یفضله به. حسودی شد که امام در واقع مأمون ایشون رو یعنی امام رضا رو برتری میدادن، جایگاه خاصی رو داشتن. میدونیم که ولیعهدشون بودن، دامادشون بودن، دختر مأمون رو ازدواج کرده بودن، هم خودش و هم فرزند امام رضا که جواد هست ایشون هم داماد مأمون بودن. این هر دوتا داماد مأمون خلیفه عباسی بودن. فاول ما ظهر للریاستین من ابی الحسن، اولین چیزی که ظاهر شد و آشکار شد برای ذوالریاستین از جانب ابوالحسن علیه السلام که امام رضا هست، ان ابنة عم المأمون كانت تحبه و کان یحبها، که دختر عموی مأمون ایشان را دوست می داشت، کانت تحبه ایشان را دوست می داشت و کان یحبها ایشون هم در واقع متقابلا دختر عموی امام که مأمون را دوست داشتن. منتها در اینجا که یک نوع توجیهی کردند که منظور از این برخی از کتابا رو وقتی که من نگاه می کردم اینجا گفتند که این کانت تحبه و کان یحبها این برمیگرده به خود مأمون، یعنی مأمون دختر عموی خودش رو دوست می داشت و دختر عمویش هم متقابلا مأمون رو در واقع دوست می داشت. اما این تعویل وجیهی نیست به خاطر ادامه این مطلب که در اینجا ذکر شده. در اینجا هر کسی که مقصود باشد که امام رضا اون دختر رو دوست می داشت و دختر امام رضا رو دوست می داشت، یا اینکه دختر مأمون رو دوست می داشت و مأمون اون دختر که دختر عمویش بود اون رو دوست می داشت. از این مقطع می گذریم. در ادامه میگه و کان مفتح باب حجرته الی مجلس مأمون. این دختر اتاقی داشت در همون دربار مأمون و اتاقش روبروی مجلس مأمون باز میشد، روبروی مجلس مأمون بود. و این جملهش در اینجا کاملا صراحت داره و کانت تمیل الی ابی الحسن. این دختر مایل بود، تمایل داشت به ابوالحسن، به امام رضا. و کانت تمیل الی ابی الحسن علیه السلام و تحبه و ایشون رو دوست می داشت. و تذکر ذوالریاستین و تقع فیه و متقابلا از ذوالریاستین بدش می اومد و بد اونو می گفت، برخلاف امام رضا که امام رضا را دوست می داشت. فقال ذوالریاستین حین بلغه ذکرها له. ذوالریاستین زمانی که این مطلب رو شنید که این دختر بدش را میگوید به مأمون گفت که لا ينبغي ان يكون باب النساء مشرعا الى مجلسك. این مناسب نیست که دروازه‌ای که زنان هستند، حرم تو هستند و خانم ها وجود دارند، این دروازهش روبروی مجلس تو باز باشه. اینجا هر کسی میره و میاد، این مناسب نیست و این دروازه رو باید ببندی. فامر المأمون بسده. ذوالریاستین به مأمون گفت که این دروازه رو ببند، دروازه‌ای رو که دختر عموی مأمون در آن بود و وقتی که مجلس برگزار میشد از اون دروازه کاملا در واقع دید داشت. و کان المأمون یأتی الرضا. این جمله رو در اینجا میگه که یک روزی مأمون می آمد نزد امام رضا رحمت الله علیه و رضا علیه السلام یأتی المأمون یوما، و روز دیگر رضا میرفت در مجلس مأمون. و کان منزل ابی الحسن بجنب منزل المأمون، خونهشون کنار هم دیگر بود. فلما دخل، این مطلب در اینجا اهمیت داره، میگه فلما دخل ابو الحسن علیه السلام الی المأمون، زمانی که ابو الحسن امام رضا رفت نزد مأمون و نظر الی الباب مسدودا قال، وقتی که دید دروازه رو بستن، دری که در مشرف بود بر قسمت زنها، قال یا امیر المؤمنین ما هذا الباب الذي سددته. یا امیر المؤمنین این دروازه رو چرا بستید؟ علتش چی بوده؟ چرا بسته شده؟ یک روزی نیومده بود، دیروزش نیومده، امروز اومده دید که دروازه رو بستن. فقال رأی الفضل ذلك و کرهه. این نظر فضل بود، فضل ابن سهل که همون ذوالریاستین است و گفت که مناسب نیست. ایشون مناسب نمیدونستند که زنا در جایی باشند که صدای ما رو بشنوند، دید داشته باشند، دروازه روبروی مجلس ما باز باشه و بدین خاطر ما این رو بستیم.
فقال الرضا علیه السلام، امام رضا فرمود انا لله و انا الیه راجعون. انگار که مصیبتی وارد شده در اینجا بر امام رضا. انا لله و انا الیه راجعون. مال الفضل و الدخول بین امیر المؤمنین و حرمی. فضل چیکار داره که دخالت بکنه در میان امیر المؤمنین و زنهای امیر المؤمنین و به اصطلاح قسمت خانم ها. قال فما ترى، خب نظر شما چی هست امام رضا، چیکار بکنیم؟ قال فتحه و الدخول علی ابنه عمک. به نظر من این دروازه رو باز بکن و خودت هم رفت و آمد بکن نزد دختر عمویت. ولا تقبل قول الفضل فيما لا يحل ولا يسع فامر المأمون بهدمه. گفت که نظر من این است که این دروازه رو دوباره بازش بکنی، این گلهایی که اینجا زدی اینو دوباره باز بکنی و تو خودت هم رفت و آمد داشته باشی. الان در این مطلب رو، اصل مطلب رو ببینیم. قطع نظر از این که این طرف کی هست، در یک مجلسی که مجلس زنانه روبروی مجلس مردانه هست، مجلس مأمون هست، دروازه‌ای هست که اینو بستن به خاطر این که مردا زنا رو نبینن، زنا مردا رو در واقع نبینن. اینو فضل ابن سهل گفته، یا همون ذوالریاستین. امام رضا اومده و گفته که این مناسب نیست، باید این دروازه باز باشه تا اینکه زنها مردا رو ببینن، مردها زنها رو ببینن، صدای همدیگر رو در واقع بنشینن. این یک تهمت صریحی است به امام رضا رحمت الله علیه که ایشونو در واقع متهم میکنند که یک نوع گرایشی داشتن به اون دختر، یا حداقل دختری خواهان ایشان بوده و حداقلش این که امام رضا در اینجا گفته که این دروازه باید باشه که مشرف است به قسمت زنها، وگرنه همون حرفی رو که فضل ابن سهل زده بود یک حرف واقعی هست، دروازه زنها باید بسته بشه تا اینکه دیدی رو نداشته باشند قسمت مردها و مردها هم در واقع دیدی رو قسمت زنها نداشته باشند. این مطلبی است که در کتاب عیون اخبار رضا هست و آقای مجلسی این مطلب را در اینجا ذکر کرده در کتاب بحار الانوار خودش. این یک مطلب. مطلب دیگری که در خود کتاب اصول کافی در اینجا آمده در مورد امام رضا رحمت الله علیه این است که در واقع اشاره کردن به این مطلب که فرزند امام رضا را که امام در واقع جواد بود نسبش را منتفی دونستند از امام رضا. یعنی روایتی رو جعل کردند که مشکوک هستند در نسب فرزندان امام رضا به خود امام رضا. اونم چه فرزندی؟ اونم امام جواد را. امام جواد را روایاتی در خود همین کتاب اصول کافی در اینجا آوردن که در واقع نشانگر این هست که گویا این که فرزند امام رضا از در واقع نسل پدرش در واقع نبوده، که این تهمتی هست به در واقع بی‌عفتی و در واقع به زنا یا در واقع بی‌ناموسی به امام رضا رحمت الله علیه. این مطلب را آقای کلینی در کتاب اصول کافی خودش کتاب الحجه جلد 1 و صفحه 322 آورده در همون بابی که باب النص والاشاره الی ابی جعفر الثانی، باب النص والاشاره الی ابی جعفر الثانی. دوستان اینو نمایش بدن، این باب هست، باب الاشاره و النص علی ابی جعفر الثانی علیه السلام و این روایتی که من عرض میکنم در صفحه بعدی این کتاب هست و روایت در اینجا این هست: علی بن ابراهیم عن ابیه و علی بن محمد القاسانی جمیعا عن زکریا ابن یحیی بن نعمان السیرفی تا ادامه این روایت رو در اینجا می آورن. الان علت این روایت چی بوده؟ قبل از اینکه من به علت این روایت در واقع بپردازم یک نقطه دیگری رو خدمت بینندگان عزیز در اینجا من نقل میکنم. و اون نقطه در اینجا این هست که باز هم در واقع یک سری اهانت هایی هست که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادم و این اهانت ها از این قبیل هست که شیعه در واقع تمام فرزندان ائمه اونگونه که ما میدونیم در واقع بعد از حضرت علی و حضرت حسن و حسین و امام باقر رحمت الله علیه بقیه ائمه مادرانشون، یعنی بعضی موسی کاظم گرفته به بعد تمام ائمه مادرانشون کنیز بودن که این روایت رو صراحتاً در لوح جابر همین در واقع بیان شده. الان این کنیزها خب گاهی وقتی این کنیزها کنیزهای سفیدی بودند، گاهی وقتی سبزه بودند، سیاه بودند. طبعا هر کسی که در واقع کنیزش سیاه باشه یا هر شکل و شباهتی رو داشته باشه فرزندش به اون در واقع مادر خواهد رفت و حداقل تأثیری داره در رنگش و در شکل و شمایل در واقع فرزندانش. و ائمه این در واقع کنیزهای خیلی زیادی رو داشتن.
متاسفانه در این زمینه این خودش یکی از اهانت هایی هست که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کردند، مانند این که در مورد حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه روایت کردند که نوری در کتاب خودش مستدرک الوسائل آورده که امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه 450 تا زن داشته، 448 زن. دقیقا این روایت را در واقع ذکر کرده تزوج الحسن ابن علی 448 زوجه در کتاب مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 295 در ابواب مقدمه نکاح. و متاسفانه از این قبیل روایات دیگری رو هم دارند که یک نوع بی‌حرمتی هست به خود اصحاب به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. به طور مثال روایتی که در این زمینه هست از زبان امام جعفر صادق رحمت الله علیه در کتاب کافی. دوستان این کتاب را نمایش بدن، کتاب فروع کافی هست، کتاب فروع کافی جلد 3 و جلد 5 هست و این روایتی که من عرض می کنم در از این جلد 5 این در واقع کتاب هست. فروع کافی این صفحه جلد اول این کتاب هست، صفحه اولش و مشخصات این کتاب که چاپ الامیره هست. در این کتاب روایتی رو دارند از حضرت ابو عبدالله امام جعفر صادق رحمت الله علیه که در اینجا این مطلب رو بیان کرده. قبل از این باب رو من معرفی بکنم خدمت دوستان. در اینجا یک بابی رو داره، باب 891 هست. باب 891 باب ما یستدل به من المرأة علی المحمده، چیزهایی که دلیل بر خوب بودن زن هستند، یعنی یک نوع نکات در واقع قوتی هستند و فضیلتی در مورد زنان شمرده می شوند که این بابهای قبلیش بابهای بعدیش یک سری مطالب خیلی در واقع چندشاوری رو ذکر کردند، چه بسا که بسیار از اینها لیاقت و ارزش این رو ندارد که خدمت بینندگان عزیز ما بیان بکنیم. منتها به عنوان این که فقط در واقع نوع این روایاتی رو که به اهل بیت نسبت دادن بشناسن، چند مورد رو من خدمت بینندگان عزیز ارائه میدم. در روایت اولش عدت من اصحابنا از سهل بن زیاد اینو نقل کرده، نهایتا از ابوالحسن علیه السلام اینو نقل کردند. قال سمعته یقول که ایشان میگفتند علیکم بذوات الاوراق فانهن انجب. این تعبیر در واقع خیلی زشتی هست و ممکن نیست که امام ابوالحسن هم از این که امام ابوالحسن موسی کاظم باشد یا این که ابوالحسن ثانی باشد امام رضا یا ابوالحسن ثالث حتی باشه، هر کسی باشد از ائمه اهل بیت چنین چیزی لیاقتشان را شایسته نیست. ایشون میگن که زنانی را که پشتشون برآمده هست و گوشدار هست بدنشون، از اینا ازدواج بکنید که اینا نجابت بیشتری رو دارن. خنده نداره جناب استاد، اینا واقعا گریه داره. متاسفانه آدم در این موارد نمیداند که گریه بکند به خاطر مظلومیت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که این اهل بیت دچار چنین راویان کافر و بیدین و در واقع که هیچ گونه حرمتی رو رعایت نکردن در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که بخندیم یا واقعا که گریه بکنیم. روایت دیگری رو از ابی عبدالله آوردن که ایشون میگه قال امیر المؤمنین علیه السلام که امام علی امیر المؤمنین فرمودن تزوجوا سمراء عینا، ازدواج بکنید با زنایی که سیاه چرده هستند یا سبزه هستند و چشماشون بزرگ هست، اجزا پشتشون هم بزرگ باشه، مربوطن چارشانه باشن. فان کرهتها فعلی مهرها، اگر نخواستید پولشو من میدم، اگر خوشتون نمی آمد پولشو و مهریش برگردن من باشه. از این قبیل روایت واقعا در این کتاب زیاد هست و من 1% نه 0.01% هم شک و تردید ندارم که این روایات جعلی هست و این راویان به خاطر شهوترانی خودشون و به خاطر بد کردن نام ائمه این روایات را ذکر کردن. مطلبی رو که من میخواستم ازش استدلال بکنم این هست که در این روایت 5657 که در اینجا احمد میگوید که ان ابی از پدرش که ظاهرا احمد ابن محمد ابن عیسی هست، از پدرش این روایت کرده، ان علی ابن نعمان ان اخیه ان داود ابن نعمان ان ابی ایوب الخزاز این روایت کرده. ان ابی عبدالله از امام ابو عبدالله میگه قال انی جربت جواری بیضاء و ادماء فکان بینهن بون. امام جعفر استغفر الله یعنی
نمیشه یعنی این نسبت داد. من قطعا گفتم اینا دروغ هست به ائمه چسبوندن. لعنت الله متعال بر کسانی که بخواند اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو این گونه ضایع بکنن. و جالب اینجا هست که نقل آوردن این روایت کردن این روایت نشانه اهل بیت هست، ولایی بودن هست، نشانه محبت با اهل بیت هست، نشانه تشیع هست. اما نقل اینها که ما اینها رو نقل میکنیم اینجا میشن نشانه در واقع نسب و عداوت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به هر صورت نقل کردن از زبان امام ابو عبدالله امام جعفر صادق میاد که من کنیزان زیاد تجربه کردم، کنیزای سفید و سبزه را زیاد تجربه کردم. میگوید فکان بینهن بون، در میان اینها فاصله خیلی زیاد هست، با هم دیگه خیلی متفاوت هستن. و این مطلبی که من میخوام این استدلال بکنم اینه که خب هر کسی کنیزی میخریده در اون زمان یا احیانا حتی خواستگاری میرفته، زنی رو ازدواج میکرده، خب احتمال داشته که این زن رنگش با اون رنگ شوهرش و در واقع متفاوت باشه، سبزه باشه یا هر مشخصات خاصی رو داشته باشه که قطعا اینها از نظر وراثتی تاثیر دارن بر فرزندانه. و امام رضا رحمت الله علیه زنشون در واقع نوبی بوده، زن سودانی بوده که از نوبه سودان بوده و قطعا سیاه بوده. وقتی که فرزندی از این زن سودانی به دنیا بیاد که همون امام جواد هست، طبیعتا سیاه می شود و سبزه رنگ می شود. و این آوردن در واقع میخواستند که دفاع بکنند از رنگ تیره امام جواد که در واقع به صورت یک نوع در واقع شک در نسب ایشون بیان کردن. اما قبل از این که به این مطلب بپردازم، مطلب دیگری در اینجا واقعا برای جالب بود. در همین کتاب، در کتاب باب دیگری رو دارد، باب 930 این باب هست، این کتاب هست، باب من کره مناکحته من الاکراد و السودان و غیرهم. این باب در مورد کسانی که ازدواج با اونها درست نیست، کراهت داره، مشکل داره، هم از این کرد باشند یا سیاه باشند، سودانی باشند و دیگران. کردها رو که در موردشون گفته کردها یک قومی از جن هستند، با اونها نکاح نکنید که روایت در واقع متعددی در اینجا آورده. روایت اول میگوید که ان ابی عبدالله قال امیر المؤمنین ایاکم و نکاح الزنج، از زنگی ها و زنا ازدواج نکنید، فانه خلق مشوه، این یک خلق مشوهی هست و آفرینش مشوهی هست. در روایت بعدی بازم نقل میکنند، استثناء میکنند فقط اهل نوبه را، کان لابد فمن النوبه، اگر میخواید زن سیاه بگیرید از نوبه بگیرید، یعنی زن سودانی بگیرید که زیر اینها از کسانی هستند که الله متعال دربارهشون فرموده و من الذين قالوا اننا نصارى الی آخر. اینا رو ازدواج بکنید. زنی که سیاه باشه، از نوبه باشه، سودانی باشه، اشکال نداره، اما از بقیه زنگی ها در واقع ازدواج نکنید. روایت بعدی که در اینجا آورده از علی ابن داود حداد از ابی عبدالله اینو نقل کرده. روایت در اینجا هست، میگه که لا تناکح الزنج، از زنگی ها ازدواج نکنید، و الخزری، و از خزری ها که بعضی از این میگن که معنیش اینه زنایی که چشمشون در واقع ریز هست. فان لهم ارحاما تدل علی غیر الوفاء، اینها رحم هایی دارند که دلالت بر غیر وفا داره، انسان های وفاداری در واقع نیستند، امین نیستند. قال والهند، همچنین از هند زن نگیرید. قال والهند و سند و القند، نه از هند و نه از سند و نه از قند. لیس فیهم نجیب، زیرا که در میان اونها نجیب وجود نداره، در میان این اقوام نجیب وجود نداره، یعنی همه اینها در واقع این شرافت و نجابت رو ندارن. میگه که والقند لیس فیهم نجیب، این قندی ها یا سندی ها و هندی ها در میان اینها نجیبی نیست، یعنی القندهار، یعنی مراد از قند یعنی قندهار. قندهاری ها در واقع نجابت ندارن. این ادعایی هست که آقای کلینی کرده و اینو نسبت دادن به امام ابو عبدالله. من نمیدونم در قندهار شیعه داریم، از شیعه های قندهار آقای آیت الله شیخ آصف محسنی قندهاری هستن، حکام افغانستان، فاتحینی که بودن، حتی اینایی که ایران رو از دست صفویت نجات دادن، اینا همه قنداری بودن. به هر صورت این مطلبی هست که آقای کلینی از امام معصومشون نقل کرده در مورد قندهاری ها و هندی ها و سندی ها و بقیه موارد. الان مطلبی که میخواستم عرض بکنم، این صراحتا توهین هست به یک قوم، به یک قطعا من عرض کردم که اینها دروغ هست، اینها رو ساختند و پرداختند به نام در واقع این بزرگواران. اگر راست باشه، اگر راست باشد که توهین 100% هست، اگر دروغ باشد باز هم اهانت هست.
اگر راست باشد اهانت به این اقوام هست، به قندهاری ها هست که در واقع و به دیگران، و اگر دروغ باشد اهانت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که چنین مزخرفاتی رو در واقع نسبت دادن به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. جالب است که یعنی به طور مثال در افغانستان به شجاعت و غیرت پشتونها خاصتا اهل قندار مثال میزنن و این ظاهرا این قندهاری ها شاید چوب تری رو به این راویان شیعه و به امامان شیعه فروختند که مجبور شدن در موردشون این روایت رو در واقع جعل بکنند. عرض کردم اینا جعلی هست، دروغ هست، اما خود این جعل کردن روایات علیه یک ملت، یک قومیت، یک منطقه، این در واقع نشان از بیدینی و نشان از در واقع عداوت و کینه قلبی دارد که اینا در واقع با اهل قندهار و با مردم شریف قندهار، که من عذر میخوام که فقط منظور من این بود که این سخافت این روایات را و بی‌ارزش بودن این روایات را و عمق جعل روایات در نزد شیعه رو خدمت بینندگان عزیز من نمایش بدم. خب من عرض کردم که امام ابو عبدالله گفته بود که کنیزک‌های سیاه و سفید رو من زیاد تجربه کردم. سیاه با سفید خیلی تفاوت داره از بنابر تجربه‌ای که امام ابو عبدالله داشتن. امام رضا بنده خدا هم به خاطر همون تجربه‌ای که پدر بزرگش داشته رفته زن سیاه گرفته و من توصیه‌ای که در واقع شده بود و متاسفانه وقتی که بچه به دنیا آمد، امام بعدی به دنیا آمد، این در واقع تیره بود، رنگش مشکی بود و سبزه بود. وقتی که رنگش مشکی بود، بنی هاشم همه جمع شدند که آقا این از قوم ما نیست، ما اینو قبول نداریم، فرزند امام رضا نمیتونه که یک آدم در واقع سیاه باشه. این روایت رو من و جالب است که خود این سناریو که ساختند، این جریان که ساختند، چگونه دوباره دفعش کردند. یکی رو آوردند آزمایش دی ان ا گرفتند و نهایتا ثابت شد که این امام جواد فرزند پدر خودش هست و فرزند کسی دیگر نیست. خود این جریان واقعا جای تأمل داره. این روایت از علی ابن ابراهیم هست، علی ابن ابراهیم قمی عن ابیه، از پدرش این روایت کرده، من گونه که قبلا اشاره کردم. و در این مطلب در اینجا هست که از یک شخصی ذکر می‌کند قال سمعت علی ابن جعفر، سمعت علی ابن جعفر، من از علی ابن جعفر شنیدم. این علی ابن جعفر برادر امام موسی کاظم هست. علی ابن جعفر، دوستان اینو اگر ممکن است دوربین رو فعال بکنن، سمعت علی ابن جعفر، از علی ابن جعفر شنیدم. و این علی ابن جعفر فرزند امام جعفر کاظم، جعفر صادق هست و برادر موسی کاظم. در این روایت مطلبی را آورده و نهایتا در اینجا میگه که میگه فقال علی ابن جعفر ای والله و نحن عمومت، از ابتدا میخونم، سمعت علی ابن جعفر يحدث الحسن ابن الحسين ابن علي ابن الحسين فقال والله لقد نصر الله ابا الحسن الرضا، الله متعال ابو الحسن الرضا را نصرت کرد، واقعا الله به داد امام ابو الحسن رسید، وگرنه این بچهش دیگه از دستش رفته بود و امامت و همه چیز زیر سوال میره. لقد نصر الله ابا الحسن الرضا علیه السلام فقال له الحسن ای والله جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته، برادرانش علیه شوریدن، بغاوت کردن. فقال علی ابن جعفر، علی ابن جعفر گفت ای والله بله واقعا این گونه هست. و نحن عمومته بغینا علیه، برادرانش هیچی، ما اموها هم علیه شورش کردیم. فقال له الحسن، حسن بهش گفت که حسن ابن در واقع حسین ابن علی ابن حسین بهش گفت که جعلت فداک کیف صنعتم فانی لم احضرکم، جریان چی بود؟ من اونجا نبودم. جریان این داستانی که بوده و این تعرضی که به امام رضا کردید، این شک و شبهه‌ای که ایجاد شده در مورد امام رضا چی هست؟ قال له اخوته، علی ابن جعفر برادر موسی کاظم و در واقع عموی امام رضا میگوید که قال له اخوته و نحن ایضا، برادران امام رضا و ما همچنین این عموهاش بهش گفتیم ما کان فینا امام قط حائل اللون، در میان ما هیچ وقت امامی که رنگش تیره باشد و سیاه و مشکی باشه، ما چنین امامی رو تا حالا نداشتیم. فقال لهم الرضا، جالب اینجا هست که ببینید هنوز بحث امامت اصلا نیست، بحث امامت نیست و معلومه که این روایت جعلی هست. میگه ما امامی رو که حائل اللون باشه، رنگ تیره و مشکی باشه نداشتیم، این اولین فردی هست، این امام جواد. فقال لهم الرضا هو ابنی، امام رضا گفت خب این فرزند منه، چیکار به رنگش داری؟ رنگش تیره هست، خب مادرش سودانیه، رنگش هم سیاه و تیره شده. و قالوا فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة، قبول نکردن. هرچی امام رضا میگفت این بچه من هست، گفت نه ما اینو قبول نداریم مگر این که آزمایش دی ان ا بدیم. آزمایش دی ان ا به اون صورت که در زمان گذشته بود، این فرد میاد قیافه شناس باشه،
این قیافه شناس اگر تشخیص داد که واقعا این فرزند تو هست ما قبولش میکنیم، وگرنه به حرف تو ما هم قبول نداریم. قال بحثوا انتم الیهم، گفت که شما بفرستید، شما برید دنبال این کسانی که مهارت دارن. فاما انا فلا، امام رضا گفت من خودم نمیرم دنبال این قیافه شناسا که بیارم تا اینکه تشخیص بدن که این بچه من هست یا اینکه علیاذ بالله زنازاده هست. یعنی زن امامو دارن متهم به زنا میکنن. قبلا مادر امام موسی کاظم را، مادر خود امام رضا را مگر متهم به چی کردند؟ امام جعفر صادق صراحتا در ملأ عام ازش میپرسه که عروس من تو دوشیزه هستی یا این که در واقع سیبه هستی؟ گفت نه من باکره و سیبه، باکره هستم، دوشیزم. گفت چطوری امکان نداره که این برده فروشا هر کسی دستشون بیفته اینو خرابش میکنن، تو چطور سالم موندی؟ و یک جریانی رو توضیح داد که من نمیخوام دوباره تکرارش بکنم. اینا هم به مادران ائمه اتهام بستند و در اینجا به خود امام رضا در واقع این فرزند تو نیست. این هم اتهام به امام رضا هست و هم اتهام به در واقع همسر امام رضا و مادر امام جواد رحمت الله علیهم. میگه که ولات بهشون گفت ابعثوا انتم، امام رضا گفت شما بفرستید چند نفری رو بیارید تشخیص بده که این فرزند من هست یا نه. فاما انا فلا، اما من کسی رو نمیفرستم. ولا تعلموهم، بهشون نگویید که ما چه کار داریم. این کسانی که میخوان که بیان تشخیص بدن اینجا بهشون جریان اول تعریف نکنید. ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بیوتکم، همه شما خونه های خودتون بنشینید تا این اونها بیان. فلما جاءوا اقعدونا، وقتی که در واقع اون افراد اومدند که قیافه شناس بودن ما را نشاندند در باغ. این علی ابن جعفر میگه که ما را در یک باغ نشاندند و صف عمومته و عموهای امام رضا اومدند و صف بستند و اخوته و اخواته. باز این یک اهانت دیگری هست که در مورد امام رضا، یعنی عموهای امام رضا را آوردند، برادرهای امام رضا را آوردند و اخواته و خواهران امام رضا را هم آوردند، یعنی رحم نکردند، زن و مرد و همه را آوردند در این مجلس که در اینجا که نگاه بکنند که این قیافه شناس یا قیافه شناس ارتباط محرمیت داشته با اینا؟ به هیچ عنوان این آوردند که نگاه بکنند که خواهرای امام رضا رو نگاه بکنند، برادرایش رو نگاه بکنند و نهایتا تشخیص بدند که امام جواد آیا فرزند رضا هست یا خیر. و اخذ رضا رو گرفتند، بنده خدا رو اینم اذیتش کردند. و اخذ رضا علیه السلام و البسوه جبه صوف، امام رضا رو گرفتند و یک جبه پشمی تنش کردند و قلنسوة منها و یک کلاه پشمی سرش کردند و وضعوا علی عنقی مسحاتا، یک بیلی رو هم گرفتند و تو گردن امام رضا آویزان کردند. و قالوا له ادخل البستان، بهش گفتند الان برو توی باغ نشون بده و تظاهر بکن که کارگری هستی در اینجا، مثل یک برده در واقع تو در اینجا کارگر هستی، که انک تعمل فیه. ثم جاءوا به ابی جعفر، بعدش آوردن ابو جعفر را. ابی جعفر ثانی هست یعنی امام جواد هست، یعنی اینو قبلا فرستادند، پدرش رو با بیلی گردنش آویزان کردند که برود کار بکند، گوی کارگر هست در اونجا. و بعد از آن ابو جعفر را امام جواد را آوردند. فقالوا الحقوا هذا الغلام بابیه، این غلام را، این پسر بچه را، پدرش را پیدا بکنید، نگاه بکنید پدرش چی هست. فقالوا، این قیافه شناسا گفتن لیس له ها هنا ابون، اینجا پدرش وجود نداره، در این باغ و در مدرسی که شما نشستی پدری برایش وجود نداره. لیس له ها هنا ابون ولکن هذا عم ابیه، اشاره کردن به علی ابن جعفر و گفتند این عموی پدرش هست، عموی پدر امام جواد، یعنی عموی امام رضا هست. هذا عمو ابیه و هذا عمو ابیه، این نفر دیگر هم عموی پدرش هست. و هذا عمه، این عموی خودش هست، این برادران امام رضا بودن. و هذه عمته، و این هم در واقع عمه این پسر هست، این عمه امام جواد که میشود خواهر امام رضا. و این یکن له ها هنا ابون فهو صاحب البستان، اگر پدرش اینجا پدری واقعا داشته باشه پدرش همون صاحب بستان هست، صاحب همون کسی که بیر رو گردنش بود. فإن قدمه و قدمه واحدتون، زیرا که پاهای اینها شبیه به هم دیگر است، پاهای جواد و پاهای امام رضا. فلما رجع ابوالحسن قالوا هذا ابوه، وقتی که ابوالحسن اومد و همه گفتند که بله پدرش این هست، یعنی در واقع وقتی که امام رضا از اونجا رد شده بود گویا که تنها پاهای اونو دیده بودن، وقتی که برگشت همه گفتن که پدرش در واقع این هست. الان این روایت رو جعل کردن برای چی؟ اصلا چه نیازی بود این روایت رو جعل بکنن؟ صرفا به خاطر این که رنگ امام جواد یک مقداری در واقع تیره بوده، متهم کردند امام رضا رو، هم برادرایش، عموهایش، که در واقع این فرزند اهل بیت نمیتواند باشد، ما تا حالا امام تیره رنگ و در واقع سیاه چرده رو نداشتیم و هرچی
امام رضا میگفت این فرزند من هست، گفتن نه الا بالله، باید آزمایش بگیریم، باید این قیافه شناسا بیان و تشخیص بدن این فرزند است، وگرنه ما قبول نمیکنیم. این در واقع یک نوع اهانتی است و این روایت هنوز ادامه داره و محل شاهد در اینجا بود. یعنی عرض کردم قبلا که واقعا شیعه و سنی اگر میخوان دنبال حرمت و دنبال احترام و دنبال کرامت ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند و امامت علمی و معنوی این ائمه را قبول بکنند، راهی ندارن جز این که بر بگردند به روایات اهل سنت و الجماعت و تبری بجویند و خود را براءت بجویند از این روایات و از این اهانت ها و از این در واقع حدیث های و روایت های موهینی که در واقع هم ایمان اهل بیت را زیر سوال میبرند و هم کرامت و شرافت و ناموس اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در واقع زیر سوال بردن و قطعا همان گونه که من قبلا هم اشاره کردم از دیدگاه ما این روایات جعلی و دروغین هست و متاسفانه جالب اینجاست که همین روایت در ابواب امامت هست، همین ابواب را در ابواب امامت اشاره و نص آوردند که در واقع میخواند که این گونه دفاع بکنند از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نمیدونم دانسته یا نادانسته اهانت کردند و ایمان و نجابت و شرافت و ناموس اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو زیر سوال بردند. جزاکم الله خیر. والا من در عجبم از کسانی که هنوز هم خودشون رو شیعه اثناعشری میگن و دینشون رو از کلینی و مجلسی و از این آخوندهای رافضی میگیرن که این گونه توهین‌ها و اهانت‌ها رو به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن و من همچنین عذر میخوام از این روایتی که در مورد اقوام مختلف ذکر شد، در مورد سندی ها و هندی ها و قندهاری ها و متهم کردن نوامیس اونها رو در کتاب هاشون که قابل اعتماد نیستن و این روش و عملکرد این صاحبان این کتاب ها و این دین باطل هست که ما بارها نشون دادیم توهینشون به اقوام مختلف، به عرب ها، به فارس ها، به کرد ها و به دیگران. جناب استاد دوست دارید یک میان برنامه بگیریم با هم دیگه دوباره خدمت شما بیاییم و ادامه بحث رو بشنویم؟ میان برنامه میبینیم و دوباره برمیگردیم و با شما عزیزان خواهیم بود با حجت بی حجت و قضیه توهین ها و اهانت هایی که به امام هشتم و نهم در کتب روافض دشمنان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده که حتی نوامیس اونها، همسران اونها هم از زبان کثیف این استوانه های دین باطل رافضه کلینی و مجلسی و غیره در امان نبودند. با ما همراه باشید. آخوند قزوینی و اهانت به امام جواد. آخوند قزوینی برای اثبات نسبت علم غیب به ائمه سخنی پوچ را نقل کرده و آن را به امام جواد نسبت می‌دهد. چیزی که قرآن دیگه آیه داریم، آیه واضح و روشنه، ولی این مال حضرت اکبر علیه السلام اگر بیشتر توضیح بدی، اگر بیشتر برامون روشن بشه ممنون. من قطع میکنم. ببینید آقای نوری عزیز، ببینید برادر بزرگوارم، ببینید همین رو ما ببینید اگر چنانچه یک کسی از امام جواد سلام الله علیه اومد سوال کرد، گفت یا ابن رسول الله تو شنیدیم گفته من علم به آسمان ها، زمین، تمامی بهشتیان جهنمیان را میشناسم، این واقعا همچه علمی شما داری؟ امام جواد یک جمله قشنگی گفت برادر عرب، آیا خدای عالم قدرت دارد این علم را به یک پشه لاغری بده یا قدرت نداره؟ این ماند معطل. خب اگر خدا قدرت نداره خب این کفره، اگر قدرت داره خب محکوم. گفت بله خدا بخواد اشکالی نداره. گفت برادر من پیش خدا از یک پشه گرامی ترم. بینندگان گرامی، الله متعال خطاب به پیامبر محبوب اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه. من برای خود مالک هیچ نفع و ضرری نیستم
مگر آنچه الله بخواهد. و اگر غیب می دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می ساختم و هیچ زیانی به من نمی رسید. من برای مؤمنان نمی گویم که من فرشته‌ام، بلکه تنها از چیزی پیروی می کنم که به من وحی می شود. بگو آیا کور و بینا با هم برابرند؟ پس چرا نمی اندیشید؟ همچنین قرآن کریم به نقل از عیسی علیه السلام می فرماید ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. چیزی جز دستوری که به من دادی به آنان نگفتم، اینکه الله را که پروردگار من و شماست پرستش نمایید و تا زمانی که در میانشان بودم مراقب و گواهشان بودم و چون مرا از میانشان برداشتی خودت مراقبشان بودی و تو بر همه چیز گواهی. این آیات به وضوح بیان می دارد که حتی پیامبران بزرگ الهی نیز علم غیب نداشتند و فقط با وحی الله متعال بر برخی از امور جزئی غیب اطلاع می یافتند. اما بزرگان شیعه بدون توجه به این آیات مدعی‌اند که امامان بزرگوار غیب می دانستند و برای اثبات این باور نادرست داستان‌های دروغین را به آنان نسبت دادند. بر اساس منطق داستان ساختگی آخوند قزوینی، از آنجایی که الله متعال قدرت دارد که به پشه علم غیب بدهد و مقام امام جواد از پشه بالاتر است، پس امام جواد غیب می دانسته است. طبق این منطق هر کسی می تواند ادعای علم غیب کند و بگوید جناب آقای قزوینی، آیا الله می تواند این علم غیب را به پشه بدهد؟ اگر بگوید نه، کفر گفته و اگر بگوید بله، محکوم است. و بر اساس این کشف بزرگ هر انسان و حیوانی علم غیب دارد، زیرا الله متعال قادر است که به هر که بخواهد علم غیب عطا کند. و باز بر اساس همین شاه منطق علمی هر کسی می تواند پیامبر باشد، چرا که الله قدرت دارد هر که را بخواهد به پیغمبری برساند. این علامه بی علم نمی داند که قدرت الله متعال به همراه اراده او سبب آفرینش می گردد و اگر الله متعال که بر هر کاری قادر است اراده انجام کاری را نداشته باشد، هیچ کاری انجام نخواهد شد. در مورد فوق نیز درست است که الله متعال قادر است که به هر که بخواهد علم غیب عطا کند، اما سؤال این است که آیا الله متعال این اراده را داشته است یا نه؟ قرآن کریم در جواب این سوال می‌فرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. و الله شما را از غیب آگاه نمی سازد، ولی از میان پیامبرانش هر که را بخواهد برمیگزیند. حال باید از شمای بیننده پرسید آیا نسبت دادن چنین منطق پوچ و بی ارزشی به امام جواد رحمه الله اهانت به ایشان نیست؟ آیا امکان دارد این بزرگوار چنین سخن احمقانه‌ای گفته باشند؟ جالب اینجاست که آخوند قزوینی خودش در جای دیگری میگوید جز ذات پروردگار کسی از فردا خبر ندارد.
در آینده نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. اکنون جناب دکتر آیت الله قزوینی به ما بگوید اگر به جز پروردگار دیگری از فردا خبر ندارد ولی ائمه خبر دارند، پس فرق پروردگار با ائمه چیست؟ آیا ائمه همان ذات پروردگارند و یا اینکه ذات پروردگار همان ائمه هست؟ یه چند تا موضوع بود میخواستم بگم در رابطه با توسل کردن به اهل بیت. بله. به حضرت پیامبر. از به حضورتون شما که من خواهش دارم از ایشون که دعای توسل رو ایشون یه بار بخونن، ببینن که ما میگیم که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای که آبرومندی در نزد خدا، شفاعت کن ما را نزد خدا. بله. ما اینا رو گذاشتیم که برامون پیش از خدا طلب کنن. من چه رویی دارم به خدا بگم کار من انجام بده؟ مثلا هم از شفاعت میکنن هم خودشان انجام میدن. عزیز من از خود ابوالفضل میخوام، من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خود. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. این سخن حق از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با ادامه برنامه حجت بی حجت و موضوعیت امامان نابالغ شیعه در خدمت شما عزیزان هستیم که به بررسی امامت امام رضا، امام جواد و امام هادی رحمهم الله میپردازیم. و قبل از این میان برنامه دیدید توهین ها و اهانت هایی رو که حتی به نوامیس ائمه اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتب روافض نشون دادیم و این برمیگرده به همون حس انتقام از اسلام و از اهل بیت رسول اکرم و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که عبدالله ابن سبع یهودی و پیروانش با ماسک محبت اهل بیت و در حقیقت برای دشمنی با اهل بیت و با اسلام و با قرآن و با دینی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آورده بود خودشون در پشت این ماسک پنهان کردن و با آوردن این چنین روایت های حتی اهل بیت امامان نیز از شر اینها در امان نبودند. جناب حضرت مولانا، من یک بار دیگه شما خوش آمدید میگم و در خدمت شما هستیم. با خدا کنه که از اون روایت هایی که قبل از میان برنامه بود نداشته باشیم حضرت استاد، چون واقعا تحملش سخته برای آدم. بله، برای بیان حقیقت های تلخی هست که متاسفانه از شیعه و چه برسه از اهل سنت که هیچ از حتی از خود شیعه این روایت در واقع مخفی نگه داشته شده. زیرا اگر این روایات به سمع و نظر عموم شیعه برسد، به سمع و نظر
شیعه های عاقل و فهمیده برسن، قطعا نظرشون نسبت به مذهب اهل بیت که این راویانی که این مطالب را نقل کردند و آقای کلینی و دیگر کسانی که این روایات را در کتاب خودشون جمع کردند، قطعا نظرشون برخواهد گرفت و متفاوت خواهد بود. مسئله در مورد امامان نابالغ شیعه، بحث بلوغ در مورد امامت یا موارد دیگر. تعدادی از امامان شیعه مانند امام جواد و امام هادی و همچنین امام زمان و مهدی موعود، اینها در سنی که شیعه ادعا می کنند که به امامت رسیدن نابالغ بودند. امام جواد 7 سال یا 8 سال بیشترش نبود. امام هادی 9 ساله بود هنگام وفات پدرش و مهدی در حدود 5 ساله بود هنگامی که به غیبت رفت و یعنی در زمانی ایشون ادعا شده برایشون که به امامت رسیدند که بچه ها و طفله های نابالغی بودند و از نظر شرعی این افراد مکلف نبودند و هیچ گونه حکم شرعی بر آنها مترتب نمیشد. در مورد امامت این بزرگواران، یعنی روایاتی که در مورد اثبات امامت اومده باب نص و اشاره بر امام جواد یا امام هادی و قبل از این در مورد امام رضا. در مورد امام رضا را ما قبلا بررسی کردیم که در روایاتی که در این زمینه آمده بود از حدود 16 روایت صرفا یک روایت ادعا شده بود که صحیح هست. اون روایت را ما در هفته قبل هم بررسی کردیم. در مورد امام جواد هم روایاتی هست در این زمینه. در مورد مولد امام جواد و مولد امام هادی و همچنین در مورد امامت امام جواد و امامت هادی که 4 تا باب هستند. این 4 باب تقریبا حدود 40 تا روایت داره. در کتاب اصول کافی مجموع که سر هم بگذاریم 38-9 تا روایت میشه. اون 40 تا ما سر راست حساب بکنیم حدودا 40 تا روایت دارن و متاسفانه از 40 تا روایتی که در مورد جواد و هادی اومده 4 تاش هم صحیح نیست. 4 تاش هم صحیح نیست. 4 تا باب داریم در اینجا، حدود 40 تا روایت داریم و متاسفانه 4 تاش هم صحیح نیستند که بشود از اون یک مطلبی رو در واقع برایشون اثبات کرد. و این روایات رو آقای مجلسی در کتاب خودش کاملا اینا رو در واقع آورده و مطرح کرده و نمیدونم فرصت هست نمایش بدیم خود این روایات رو، یا این که بسنده بکنیم به همین اندازه که آقای مجلسی از میان این تمام روایات این باب که حدود 40 روایت هستند حدوداً 3 روایت رو قطعاً گفته که صحیح هستند و این 3 روایت در مورد امامت جواد هستند. یعنی 1/10 تقریبا. بله، در مورد امامت جواد. در مورد امامت امام هادی هیچ گونه روایت صحیحی وجود ندارد. 3 تا روایت در این کتاب آورده که تمام اونها ضعیف و مجهول هستند و فقط در مورد امام جواد 3 تا روایت در واقع ذکر کرده آقای مجلسی که اینها رو در واقع گفته که صحیح هستند و بینندگان عزیز اگر با این آشنا بشوند با روایاتی که در مورد امام هادی و امام جواد و امام هادی اومده. این باب الاشاره و النص علی ابی جعفر الثانی، امام ابو جعفر ثانی هست در اینجا. الاشاره و النص علی ابی جعفر الثانی در مورد امام ابو جعفر ثانی که امام جواد هست. در واقع باب الاشاره و النص، الاشاره و النص علی ابی جعفر از کتاب مرآت العقول هست، جلد 3 این کتاب هست، صفحه 372. روایت اولش در اینجا گفته روایت اول ضعیف هست و روایت دوم صحیح گفته، روایت دوم این باب را، و همچنین روایت سوم را گفته که صحیح هست، این روایت سوم هست. روایت چهارمش مجهول، من رنگی نکردم این روایت را. روایت پنجمش ضعیف، روایت ششم ضعیف هست و قد مر قبلا هم گذشته. روایت هفتم ضعیف هست، روایت هشتم ضعیف هست، روایت نهم ضعیف هست، روایت دهم گفته صحیح، یعنی 3 تا روایت صحیح در این باب ذکر کرده. این روایت دهم هست و روایت 11 ضعیف و روایت 12 مجهول هست و قیل ضعیفون، برخی گفتند که ضعیف هست.
روایت 13 مجهول هست، ناشناخته هست، و روایت 14 هم مجهول هست. روایت مجهولی هست که در اینجا در واقع ذکرش کرده. این 14 روایتی هستند که در برای اثبات امامت امام جواد اومده. پس بنابراین از 14 روایت آقای مجلسی فقط 3 روایت رو گفته که صحیح هستند. الان این 3 روایت سندشون چگونه هست، محتواشون چه هست، یک بحث کاملا جداگانه است که انشاءالله به آن خواهیم پرداخت. در مورد امام هادی الاشاره و النص علی ابو الحسن الثالث، ابو الحسن ثالث که امام هادی و امام دهم شیعیان هست. در اینجا 3 تا روایت آورده. روایت اول الحدیث الاول حسن که گفته حسن هست، یعنی به مرتبه صحیح در واقع نمیرسد. روایت دوم مجهول هست و صحیح نیست. و روایت سوم این باب الحدیث الثالث مجهول که مجهول است. و بعد از این در واقع روایت دیگری وجود نداره. باب الاشاره و النص علی ابی محمد در واقع شروع میشه. و روایاتی که در باب مولدشون هست هم در اون ابواب روایات در واقع صحیح در این زمینه وجود ندارد. پس بنابراین اولا به عنوان یک مبدأ و به عنوان یک اصل در اینجا در مورد امامت جواد و هادی و به اضافه این اعم از روایات ولادتشون و روایات امامتشون صرفا 3 روایت را که در مورد امام جواد هستند گفته که این روایات صحیحی هستند و روایات دیگری رو که در مورد هادی هست تمام این روایات ضعیف و مجهولی هستند، به هیچ عنوان گویای امامت و اثبات امامت رو در واقع نمی‌کنند. الان این یک مطلب در مورد اصل روایات که آیا این روایات میتوانند چنین امامتی رو ثابت بکنند یا خیر. این مطلب اول. مطلب دوم این است که امام جواد و امام هادی و همچنین مهدی در سن قبل از بلوغ به امامت رسیدند. سن قبل از بلوغ به امامت رسیدند، یعنی این که این ائمه بزرگوار فاقد حداقل 2 تا شرط از شرایط امامت بودند. 2 شرط از شرایط امامت. یکی علم هست که امام بدون علم و بدون دانش در واقع صلاحیت امامت را ندارد، و شرط دوم که در مورد بلوغ هست. شرط دوم امامت بلوغ هست که متاسفانه این ائمه یعنی جواد و هادی و مهدی این شرط بلوغ را هم در واقع نداشتند و روایاتی هم که در این زمینه اومده برای اثبات امامت این بزرگواران در واقع کافی نیست. الان نقطه‌ای که در اینجا وجود دارد، وقتی که علم نداشته باشد امام یا فرصتی برای تحصیل علم نداشته باشد، این در واقع خودش جای یک سوال هست که چگونه میتواند یک امت را و یک ملت را راهنمایی بکند. وقتی که بالغ نباشد و از نظر شرعی خودش مکلف نباشد، چگونه میتواند که رهبر یک قومی باشد؟ شیعه برای رفع این معضل در واقع اومدند و روایات متعددی رو جعل کردند در مورد رفع معضل بی علم بودن، ناآگاه بودن، فرصت نیافتن برای تحصیل برای امامانی مانند امام جواد و هادی و امام مهدی که فرصت تحصیل رو نداشتند. پس بنابراین علم رو از کجا یافتند؟ اگر علم نداشته باشند پس بنابراین امام نیستند. اگر علم دارند خب این علم رو از کجا پیدا کردند؟ در اینجا روایاتی رو جعل کردند به خاطر اینکه این نقص رو جبران بکنند و گفتند که بله ائمه ما علم لدنی داشتند. ائمه ما علم لدنی داشتند. علم لدنی یعنی به این معنی که در واقع ائمه نیازی به تحصیل علم نداشتند. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم نیازی به تحصیل علم نداشت و در مکتب خانه درس نخوند. پس بنابراین ائمه ما عالم بودند، علمشون را مستقیما از جانب الله متعال میگرفتند و این به صورت وحی بوده، به صورت یک نکته بوده، یعنی یک در واقع در قلبشون القا میشده، یا صورت‌های دیگری که جبریل بر اونها نازل میشده رفت آمد میکرده، یا در شب جمعه علمشون اضافه میشده. این روایات متعددی هست که در این زمینه وجود دارند و روایات واقعا زیادی هست. من جمله در جلد اول صفحه 275 روایت در این زمینه آورده که در واقع ائمه علمشون به صورت این کتاب اصول کافی از دوستان نمایش بدن و در اینجا در جلد 1 صفحه 274 یک بابی رو داره به عنوان وقت ما یعلم الامام جمیع علم الامام الذي کان قبله. در چه وقتی این امام قبلی تمام علم امام قبلی رو در واقع حاصل میکنه، امام فعلی علم امام قبلی کاملا بهش میرسه. و چندین روایت در اینجا آورده و در روایت دوم در اینجا میگه که از عبید ابن زراره و جماعت
قالوا سمعنا ابا عبدالله، ما از امام ابو عبدالله شنیدیم، یقول یعرف الذی بعد الامام علم من کان قبله فی آخر دقیقه تبقى من روحه، در آخرین لحظه ای که امام قبلی زنده هست قبل از اینکه روحش پرواز بکنه در واقع تمام علم و اندیشه و دانشش برمیگرده به امام بعدی میرسد، به امام بعدی میرسد. در این زمینه روایات ابواب متعددی در کتاب اصول کافی وجود دارد که منبع علمشون کجا هست و کیفیت هایی که آوردن. این یکی از نمونه هایی بود که در این زمینه من خدمت شما و بینندگان عزیز مطرح کردم. پس بنابراین برای دفع این مشکل روایاتی رو جعل کردند که در واقع ائمه از جانب الله متعال آموزش داده میشدند و علم به اونها میرسیده. کل جریان این امامت رو وقتی که ما بررسی میکنیم، انسانی که معتقد به خرافات نباشه، انسانی که معتقد به افسانه نباشه، انسانی که پایبند دلیل باشه، پایبند قرآن و حدیث باشه، به هیچ عنوان نمیتواند که نظریه امامت را و لوازم امامت را آنگونه که شیعه تعریف کردن این رو بپذیرد. با عقل انسان، با منطق انسان، منطقی که انسان دارد، بدون از خرافات و افسانه ها و بدون باور کردن خرافات و افسانه چنین چیزی قابل اثبات نیست. حتی در این قضیه علم، یعنی من از شروع این بحث که با شما هستم، حضرت علی یک باب علم رو قرد میداده، در شکمش تبدیل به 1000 باب میشده و شکمش برمی اومده، شکمش بزرگ میشده. اینو در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گفتن. در مورد دیگری گفتن که در قبضه شمشیر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک فلش میموری اونجا گذاشته بودن که از این امام به امام دیگه منتقل میشد و در مورد یکی گفتن که داخل تابوتی این مدارکی که لازم بود برای امامت و لوح جابر و این چیزها رو بهشون تحویل میدادن. این آخری هم که دیگه در لحظات آخر زندگی اینو بلوتوس میکنه از این یکی به اون یکی. یعنی خود این روایت ها نشون میده که اصل این ماجرا دروغ است. و من به خاطر این که یعنی بینندگان عزیز یعنی درایت بیشتری رو داشته باشن، چند ابواب رو فقط از فهرست این کتاب میخونم. از این فهرست کتاب اصول کافی هست. در اینجا میگه که باب ما اوتی الائمه من اسم الله الاعظم، ما عند الائمه من آیات الانبیاء، ما عند الائمه من صلاح رسول الله و متاعه. و این در این باره فی شأن ان انزلنا فی لیلة القدر، یا فی ذکر الصحیفه والجفر والجامعه و مصحف فاطمه که در نزد ائمه بودن. فی ان الائمه یزدادون فی لیلة الجمعه، که در شب جمعه علم ائمه زیاد می شود. لولا ان الائمه یزدادون لنفد ما عندهم، این یک باب دیگر هست. اگر علمشون بروز نمیشد همه در واقع از بین میرفت. باب دیگری باب 200 صفحه 255 هست. ان الائمه علیهم السلام یعلمون علم جمیع العلوم التي خرجت الى الملائكه والانبیاء والرسل، و ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا، وقتی بخوان میدونند که هر وقتی که اراده بکنند که بدانند خود به خود میدونند. باب ان الائمه يعلمون علم ما كان و ما يكون و انه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم، و ابواب متعددی که در این زمینه وجود داره. یعنی اومدند روایات گسترده را جعل کردند برای این که اثبات بکنند که ائمه ما در واقع علمشون یک علم لدنی و الهی بوده، غافل از این که در لاولای روایاتشون حقیقت هم بیان شده که ائمه علم لدنی نداشتن. حتی در واقع امام بوده که می نشسته برای نمازی که بردش و پشت سرش می گذاشته که در واقع بگه که چند رکعت خونده و امام نمیدونسته که چند رکعت میخونه. یا امام جعفر هست که میگوید من میخواستم که کنیزه که خودم را بزنم، فرار کرد، نمیدونستم که تو کدوم اتاق رفته. و مطالبی در این زمینه که متعدد است. اضافه بر این روایاتی در کتاب اصول کافی و کتاب‌های دیگر وجود دارد که دلالت بر حقیقت دارد، یعنی این که ائمه علم لدنی نداشتند. من جمله روایتی هست در کتاب در واقع همین کتاب اصول کافی جلد 1 و صفحه 469 که امام باقر رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه در مکتب خانه بودند. این حدیث معروف هست که در مورد امام جابر ابن عبدالله آمده که میگه که عدت من اصحابنا، و جالب اینجا هست که من در اینجا یادداشت کردم که آقای مجلسی میگوید که ضعیف علی المشهور صحیح عندی. این روایت بنابر مشهور ضعیف اما نزد من صحیح. این روایت رو صحیح دونسته. در اینجا در مورد حضرت
از روایت از جابر ابن عبدالله در اینجا صراحتا اومده که و فی بعض طرق المدینه اذ مر بطریق فی ذلك الطریق کتاب. حضرت جابر ابن عبدالله در یک کوچه راه میرفت که در اون کوچه اذ مر بطریق فی ذلك الطریق کتاب، در اون راه و در اون کوچه یک مکتب خانه بود فیه محمد بن علی که محمد بن علی در اونجا درس میخوند. فیه محمد بن علی، محمد بن علی یعنی امام باقر در اون مکتب خانه بود. این یک روایتی است در مورد امام باقر و همچنین روایتی در مورد موسی کاظم هم وجود داره، دقیقاً شبیه به همین هست، در کتاب بحار الانوار هست و این بحار الانوار جلد 48 صفحه 24 دوستان نمایش بدن این رو. و روایت 40 هست که در تاریخ الامام موسی بن جعفر این رو آورده. روایت 40 هست میگه که محمد بن حسین از صفوان بن یحیی از عیسی بن عیسی شلخان قال دخلت على ابي عبدالله و انا اريد ان اساله عن ابي الخطاب. من رفتم نزد امام ابو عبدالله میخواستم در مورد ابو الخطاب از ایشون سوال بکنم. فقال لي مبتدئا قبل ان اجلس، قبل از اینکه بشینم ایشون فرمودند یا عیسی ما منعك ان تلقى ابني فتساله. چرا از من اومدی بپرسی؟ امام جعفر میگه چرا اومدی از من بپرسی؟ چرا از بچه من نمیپرسی این مطلب را؟ ما منعك ان تلقى ابني فتساله عن جميع ما تريد، هر چی میخوای برو از بچه من یعنی از موسی کاظم بپرس. قال عیسی میگه که فذهبت الى العبد الصالح، رفتم نزد عبد الصالح یعنی امام کاظم علیه السلام و هو قاعد فی الکتاب، ایشون در مکتب خانه نشسته بود. و هو قاعد فی الکتاب، ایشون در مکتب خانه نشسته بود. و علی شفتیه اثر المداد، دوستان نمایش بدن و میگه و علی شفتیه اثر المداد و لبهایش هم رنگی بود به خاطر مدادی که تو دهن خودش در واقع گذاشته بود و جویده بود. پس بنابراین ائمه مانند بقیه انسان ها علم لدنی در واقع نداشتند و علمشون همون علم در واقع تحصیلی بوده که رفتند این آموزش دیدن، استاد داشتن، در مکتب خانه نشستن مانند امام باقر و امام موسی کاظم و قطعا بقیه ائمه هم از این در واقع اصل مستثنا نبودن. این در مورد علم ائمه هست. پس بنابراین امامی که پدر رو ندیده یا در زندگی پدر و هنگام وفات پدر بچه 3 ساله‌ای بوده یا 4 ساله‌ای بوده، 8 ساله یا 9 ساله‌ای بوده که در واقع فرصتی برای آموزش علم نداشته، فرصت کافی نبوده، این افراد نمیتونند که امام باشند. برای اثبات علم برای ائمه، برای جواد و هادی باید افسانه هایی رو که شیعه گفتند و این روایاتی رو که جعل کردند که از جانب فرشتگان در واقع به اونها الهام میشه علم ماکان و علم ما یکون رو دارن، در آخرین لحظه خود به خود امام قبلی که میمیرد علمش از شکمش خارج میشود و به امام بعدی منتقل میشود. این افسانه ها و خرافات رو اگر قبول بکنند میشود که امام رو عالم دونست، یعنی امام جواد و هادی و مهدی رو. اگر غیر این باشد که حقیقت و واقعیت هست اونگونه که امام باقر در مکتب خانه بوده، امام کاظم در مکتب خانه بوده و بقیه ائمه هم در مکتب خانه بودند، پس بنابراین جواد و هادی و مهدی در واقع عالم نبودند و صلاحیت امامت رو حداقل در آن زمانی که شیعه ادعا میکنن در آن زمان در واقع نداشتن. و این یک امر حقیقتی است و از نظر عملی هم وقتی که ما نگاه میکنیم اگر واقعا شیعه یعنی این جواد و هادی و مهدی علمی رو داشتن، باید علمی که امروزه در اختیار شیعه هست، روایاتی که در اختیار شیعه هست، باید از امام جواد بود، از امام هادی بود، از امام عسکری بود، از امام مهدی بود. یعنی ائمه آخرشون باید روایات بیشتری رو داشته باشند، در صورتی که کمترین روایت رو هرچه ائمه دورتر میروند در واقع امام جواد و هادی و عسکری و مهدی هرچی که به آخر میرسن میبینیم که روایاتی که در کتاب‌های شیعه وجود دارند کمتر هستند. دلیل بر این است که ایشون در واقع جز اهل علم نبودند. حتی در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت روایات امام باقر و جعفر و حتی موسی کاظم در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت وجود داره، اما بعد از این چندان علمی رو در واقع نداشتند ائمه شیعه که بشود از اون استفاده بکنند، نه اهل سنت و الجماعت و نه شیعه. و روایاتی که در این زمینه ساختند روایات جعلی هست که به هیچ عنوان نمیتواند که ملاک اثبات امامت یا علم لدنی در واقع باشد. این در مورد علم ائمه هست. و مطلب دیگر در مورد بلوغ ائمه که این ائمه در زمانی که ادعا می شود که به امامت رسیدن بالغ نبودند. پس بنابراین وقتی که بالغ نبودند یعنی این که اساساً مکلف نبودند.
بالغ نبودن، یعنی این که اساسا این بزرگواران مکلف نبودن. منتها شیعه اومدن در این زمینه هم روایاتی رو جعل کردن. هر جایی که به مشکل گیر میکنن میروند روایاتی رو در این زمینه جعل میکنن تا اینکه مشکل رو حل بکنن. خب ائمه به بلوغ نرسیدن، چطور به امامت رسیدن؟ رفتن روایاتی رو جعل کردند که ائمه نمیدونن مانند بقیه انسان‌ها نیستن. بقیه انسان‌ها در شکم مادرانشون در واقع میروند و قرار میگیرند، مادرانشون در شکم حامله میشن، مادران ائمه در ران حامله میشن، در واقع در پهلو حامله میشوند. بقیه انسان ها از راه طبیعی خارج میشوند، اما ائمه از رانه های مادرانشون خارج میشوند. بقیه انسان ها به گونه مشخصی خارج میشوند، با سر خارج میشوند از بدن مادرانشون، اما ائمه چارزانو خارج میشوند. بقیه انسان ها وقتی که از مادر متولد میشن چیزی رو نمیدونن، اما ائمه شیعه خود به خود مثل پرگار به طرف کعبه در واقع رو میکنند و شهادتین میخونند، در شکم مادر قرآن میخونند. اونگونه که در این زمینه روایاتی رو آوردند و جعل کردند. ائمه وقتی که متولد میشن دندانه هایشون در واقع در اومده و دندون دارند و روایاتی که در این زمینه کاملا هست و که میگویند که مثلا ائمه در یک روز به اندازه یک هفته، در یک هفته به اندازه یک ماه، در یک ماه به اندازه یک سال دیگران رشد و در واقع نمو میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر این که این مشکل کم سال بودن و نابالغ بودن امام جواد و امام هادی و مهدی رو در واقع توجیه بکنند. و این روایت یک روایت متعدد و گسترده هست که هم در کتاب اصول کافی اومده و هم در کتاب بهارالانوار و کتاب‌های دیگر شیعه فراوان اومده. به خاطر ضیق وقت من نمیخوام که تمام این روایت را نمایش بدم. این در مورد بلوغشون. در مورد این که بلوغ شرط اساسی هست در مورد تمام ارکان اسلام. بلوغ شرط اساسی هست در مورد تمام ارکان اسلام، یعنی در مورد نماز، در مورد روزه، در مورد حج و در مورد حق تصرف در اموال، اینها تمام بلوغ شرط اساسی است. در مورد زکات در این زمینه اختلاف وجود داره، اما در این باز هم اتفاق نظر وجود داره که بر خود صبی چیزی لازم نیست. در مورد زکات اگر در مالش زکات هم لازم باشد، این مسئولیت ولی امرش هست که زکات رو در واقع پرداخت بکنند. یعنی این که نماز و روزه و زکات و حج و بقیه امور مالی شرط جایز و تصرف بودن و مکلف بودن یک انسان این است که حتما باید بالغ باشد. کسی که بالغ نیست در واقع این صلاحیت رو نداره. روایات شیعه و سنی در این زمینه صراحت داره. روایت معروفی هست که اهل سنت و الجماعت هم نقلش کردن، شیعه هم نقلش کردند که رفع القلم عن ثلاث، 3 نفر مرفوع القلم هستند، اصلا بر اونها هیچ گونه حکمی ثابت نیست، کاملا مرفوع القلم هستند. عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ. این روایت صحیح هست نزد اهل سنت و الجماعت، در نزد شیعه موجود داره. بهار در جلد 5 صفحه 303 و کتاب‌های دیگر این مطلب را و این روایت را آوردن. پس بنابراین از دیدگاه روایات شیعه و سنی کسی که بالغ نیست اصلا مکلف نیست. این خودش یک نوع بحث اصولی هست. آیا کسی که مکلف نیست و بچه هنوز که به بلوغ نرسیده مکلف هست یا مکلف نیست؟ آیا تصرفاتش معتبر هست یا معتبر نیست؟ آیا نماز و روزه و زکات و حج بر اون فرض هست یا فرض نیست؟ کسی که نماز بر سرش فرض نباشه چگونه میتونه امام ما قرار بگیره؟ کسی که روزه و زکات و حج بر اون اساسا فرض نیست چگونه میتواند که امام یک در واقع ملتی در اون قرار بگیرند؟ غیر از این آیات روایات رو کنار بگذاریم، اما از روایات شیعه و سنی که در این زمینه صراحت دارند که اولین شرط عبادت و شرط در واقع احکام اسلامی و ارکان اسلام و اساسیات اسلام، نماز و روزه و زکات و حج، همین مسئله بلوغ هست که در این زمینه هیچ گونه اختلافی در میان شیعه و سنی وجود ندارد. غیر از این وقتی که ما برمیگردیم به آیات قرآن کریم صراحتا میبینیم که این مطلب رو کاملا تأکید میکنند. یعنی به استدلال از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، انسانی که نابالغ هست، به سن قانونی و بلوغ نرسیده، مرفوع القلم هست. هیچ گونه حکم وجوبی و فرضی از جانب الله متعال متوجه اون نمیشود و این لیاقت رو ندارد که در واقع مکلف باشد. منتها عباداتش قبول هست یا قبول نیست، اون یک بحث دیگری هست که در
در بحث‌های اصولی که عبادتش قبول هست، در عبادتش مشکلی وجود نداره، اما به عنوانی که مکلف باشد، نماز و روزه بر اون فرض باشد، اگر انجام نداد گناهکار بشود و مؤاخذه بشود، به اتفاق شیعه و سنی چنین چیزی وجود نداره. قرآن کریم در این زمینه صراحت دارد. الله متعال در سوره نساء در ابتدای این سوره در آیه 5 می‌فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مالهای خودتان را به سفها ندهید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بعد از این آیه الله متعال حکم در واقع یتیم را بیان می‌کند. اون کسی که یتیم هست و به بلوغ نرسیده حکمش چی هست؟ وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یتیمان را آزمایش بکنید، یتیمان را آزمایش بکنید. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، تا اینکه به سن بلوغ برسند، به سن ازدواج در واقع برسند. فان آنستم منهم رشدا، اگر این یتیمانی که به سن بلوغ رسیدن، اگر شما رشدی رو در اونها احساس کردید، واقعا دیدید که عاقل شدند، فهمیده شدند، فادفعوا الیهم اموالهم، اموال اونها رو چکار بکنید؟ بهشون باز بگردانید. یعنی یتیمی که پدرش مرده، اولیاش باید این مال رو نگه دارن تا زمانی که این یتیم به سن قانونی برسد، یعنی اجازه حق دخل و تصرف در مال خودش را داشته باشد. و ابتلوا الیتاما، آیه در این زمینه کاملا صراحت داره. یتیمان را آزمایش بکنید تا آن که به سن نکاح برسند، یعنی به سن بلوغ برسند. و اگر به سن بلوغ رسیدند، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، اگر واقعا دیدید که به سن بلوغ رسیدند و بلوغ عقلی هم دارند، یعنی انسان فهمیده و عاقلی هستند، در اون صورت مالهایشون رو در واقع به برگردانید که خودشون دخل و تصرف بکنن. ببینید آیات قرآن یک شخص نابالغ رو حتی لایق این نمیدونند که در مال شخصی خودش دخل و تصرف بکنه. یک شخص نابالغ، یتیم یا امام نابالغ، از نظر شرعی حتی حق دخل و تصرف در مال شخصی خودش را در ارثیه و ترکه‌ای که به اون رسیده هیچ گونه در واقع حق دخل و تصرفی رو نداره. جالب این است که در همین روایاتی که اومدن برای اثبات امامت ائمه ثابت بکنن، عین همین مطلب را برای ائمه آوردند و نقل کردند. این همین مطلب رو آوردند و نقل کردند در مورد ائمه. به طور مثال در همین کتاب اصول کافی باب اشاره و نص بر ابوالحسن ثالث، الباب الاشاره، دوستان نمایش بدند اینو، باب الاشاره و النص علی ابوالحسن، باب اشاره و نص بر ابوالحسن ثالث، بر امام هادی هست، بر امام هادی، امام دهم شیعیان. در این باب همون گونه که من عرض کردم 3 تا روایت بیشتر وجود ندارد، 3 تا روایت بیشتر وجود ندارد و این هر 3 روایت صحیح نیستند. هیچ کدام از این 3 روایت صحیح نیست. الان سوال اینجا است که اگر این 3 روایت صحیح نیستند، پس امامت امام هادی در واقع دلیل شرعی ندارد. اگر صحیح نیستند، اگر صحیح هستند، باز هم ایشون لیاقت امامت رو نداشتند. اگر صحیح نباشند امامتشون ثابت نیست. اگر صحیح باشند، شما اصرار داشته باشید که این 3 روایات رو تصریح بکنید، در خود این روایات صراحتا اومده که امام هادی لیاقت امامت رو در واقع نداشته. من حکم شرعی صبی و یتیم رو از قرآن برای شما بیان کردم. آیه 6 سوره نساء وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. بچه‌های یتیم رو شما نگهداری بکنید، مالشون از اختیارشون بگیرید. وقتی که بالغ شدند، به سن بلوغ رسیدن، اگر واقعا دیدید که انسان فهمیده و عاقلی هست، مالش رو بهش بدهید. اگر بعد از بلوغ هم دیدید که واقعا انسانی هست که سفیه هست و نمیتواند که مال را چگونه صرف بکند، بازم مال رو به اونها تحویل ندهید. این اولین شرط بلوغ است. در روایت سوم در این باب، یعنی باب الاشاره و النص علی ابوالحسن الثالث، روایتی رو در اینجا آورده. روایت از این قبیل هست، دوستان نمایش بدن. محمد ابن جعفر کوفی از محمد ابن عیسی ابن عبید از محمد ابن حسین واسطی انه سمع احمد ابن ابی خالد مولى ابی جعفر یحکی انه اشهده علی هذه الوصیه. این در واقع ابی خالد، احمد ابن محمد ابن خالد هست
که برخی این حکایت میکند که در واقع امام من رو شاهد قرار داد، یعنی امام جواد ایشون رو شاهد قرار داده بر این وصیت. وصیت الان چی هست؟ و شهید احمد ابن ابی خالد مولا ابی جعفر ان ابا جعفر محمد ابن ابی، امام ابو جعفر محمد ابن علی، یعنی امام محمد جواد محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن ابی طالب علیهم السلام اشهده انه اوصى، امام جواد ایشون را شاهد قرار داده بر وصیت خودش. وصیتش چی هست؟ که انه اوصى الى علی ابنه، که ایشان وصیت کردن به علی که فرزندشون باشه، یعنی علی ابن محمد که امام دهم شیعیان هست، ابنی بنفسه و اخواته، و وصیت کردن به فرزند خودشون در مورد خودشون و در مورد خواهرانش. و جعل امر موسی اذا بلغ الیه، و جعل امر موسی اذا بلغ الیه، و امر موسی را و در واقع مسئولیت موسی را به ایشان سپرده اذا بلغ الیه، زمانی که به ایشان برسد. موسی مبرخه هست که معروف برادر امام هادی بوده. درست. و جعل عبدالله، نقطه میخوام از اون استدلال بکنم، این نقطه است. و جعل امام جواد جعل عبدالله ابن المصاور قائما على ترکته، امام جواد عبدالله ابن مصاور را مسئول قرار داده بر ترکه خودش، بر میراثی که از امام جواد باقی مانده. مسئولیتش را سپرده به شخصی به نام عبدالله ابن مصاور من علی ترکتی من الضیاع والاموال والنفقات والرقیق. این ترکه چی هست؟ از زمینی که ایشون داشتن، زمینهای کشاورزی یا خونه هرچی که بوده، و اموالی که داشتند و نفقاتی که داشتند و رقیق و برده هایی که داشتند و غیر ذالک، و تمام اموالی که ایشون داشتن مسئولیتش رو سپردن به عبدالله ابن مصاور. الی ان یبلغ علی ابن محمد، الی ان یبلغ علی ابن محمد، تا زمانی که علی ابن محمد یعنی امام هادی به بلوغ برسد. این دیگه صراحت دارد. امام جواد تمام اموالش را سپرده به عبدالله ابن مصاور تا زمانی که امام علی ابن محمد در واقع به بلوغ برسند. سیر عبدالله ابن المصاور ذلك اليوم الیه، که بعد از این که در واقع سیر عبدالله ابن مصاور ذلك اليوم الیه، که در اون روز عبدالله ابن مصاور در واقع این مال رو باید به بر بگرداند. و یقوم به امر نفسه، بعد از این که بالغ شد به اصطلاح امور خودش را و خواهرانش را در واقع چکار بکند؟ سامان ببخشد. الان این وصیتی که امام جواد در اینجا کرده دقیقاً همون عمل بر آیه قرآن هست. آیه قرآن می‌فرماید که وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. یتیمان اساساً کسی که نابالغ هست حق تصرف در مال خودش را ندارد. شما یتیمان را امتحان بکنید، آزمایش بکنید، یعنی یک مقدار مالی به اونها بدید، ببینید که چگونه تصرف میکنند، آیا ویل خرجی میکنند، اینو از بین میبرند یا اینکه اینو نگه میدارند. و وقتی که به بلوغ رسیدند اینا رو امتحان بکنید. اگر واقعا به عقل و درایت رسیدند، میدونند که مال را چگونه هزینه بکنند، در اون وقت مال به اونها بسپارید. و امام جواد این وصیت را برای کی کرده؟ برای امام هادی فرزندش که امام بعد از خودش هست که در هنگام وفاتش در واقع 9 ساله بوده. الان امام جواد رحمت الله علیه فرزند خودش را، امام هادی را، لایق این نمیداند که امام هادی بر اموال خودش چیکار بکند؟ دخل و تصرفی بکند تا زمانی که به بلوغ نرسیده باشه. چطور مسئله امامت رو بهشون چگونه میتواند که ایشون رهبری یک امت رو در واقع به عهده بگیره؟ بله جناب استاد، این مطالبی که فرمودید درست، منتها شاید یک شیعه‌ای بیاد بگه که در همین قرآنی که شما استناد کردید که تا کسی بلوغ نرسه نمیتونه مثلا ارث ببره و این مسائل، در همین قرآن در مورد عیسی علیه السلام گفته که ایشون در مهد میگفت که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیه. مثلا در مورد یحیی علیه السلام بهش امر شده که یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیه. و همین رو دلیلم میارن برای امام مهدی، میگن که ایشون از یحیی که کمتر نیست، مرتبهش از پیامبران بالاتر. اولا در مورد حضرت عیسی علیه السلام اختلاف وجود داره که ایشون در چه سنی به نبوت رسیدن. آیا همون زمانی که در گهواری بودند و اعلام کردند به عنوان دفع افترا و تهمت از مادرشون، آیا ایشون در واقع به نبوت رسیدند یا به نبوت نرسیدند، یا اینکه بعداً به نبوت رسیدند؟ و در این زمین حتی روایت خود همین باب و ابواب دیگری که در اینجا اومده با هم دیگر تعارض داره. در یک جا گفته که که حضرت عیسی در سن 3 سالگی حجت قرار گرفته، در روایت دیگر گفته که ان شاء الله اگر فرصت شد اینو نمایش خواهم داد که در سن 7 سالگی ایشان حجت شده.
3 سالگی و در سن 7 سالگی، این که در مهد بوده. این خود در مورد حضرت عیسی علیه السلام یک مطلب در واقع مورد اختلاف است. اما در مورد حضرت یحیی علیه السلام صراحتا اومده در آیه قرآن در سوره مریم: یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا، که زمانی که ایشون در واقع در صباوت بود، یعنی صبی بود، یعنی بچه بود، ما حکم رو به ایشان دادیم. الان بحثی که در اینجا وجود داره، ببین این دو نکته با هم دیگر کاملا متفاوت هستند. بحث امکان عقلیش یک چیز دیگر هست که از نظر عقلی امکان دارد که یک فردی به امامت برسد، به نبوت برسد از جانب الله متعال قبل از بلوغ باشه، در هنگامی که ایشون صبی هستند. این از نظر امکان هست. و از نظر تحققش آیا عملا چنین چیزی متحقق شده یا نشده؟ در مورد یحیی دلیل ما صراحتا داریم. در مورد نبوت یحیی هیچ کسی شک و تردیدی رو نداره، صراحتا در قرآن کریم اومده. و چون که صراحتا در قرآن کریم اومده، ما اینو قبول میکنیم. اگر در قرآن نیامده بود، برای ما قابل قبول نبود، زیرا یک امری هست که یعنی فراتر از تجربیات بشر و انسان هست و حتما باید یک منبع وحی در این زمینه وجود داشته باشه. خب در مورد حضرت مثلا عیسی یا حضرت زکریا عرض کردم که در آیات قرآن کریم در این مورد صراحت وجود داره، پس بنابراین حرفی در موردش ما نداریم، این آمنا و سلمنا و قبول داریم. منتها بحث ما در مورد جواد و هادی و مهدی امکان عقلیش نیست. عملا آیا چنین اتفاقی افتاده یا نه افتاده؟ دقیقاً مثل این میمونه. فرض کنیم که یک زنی در فلان جا مثلا بچه رو به دنیا میاره، یک بچه رو به دنیا میاره. خب زنی که هنوز ازدواج نکرده، شوهر نکرده، بچه رو به دنیا آورده، معنیش چی هست؟ معنیش که زنا کرده. صراحتاً توجیه دیگری رو نداره. اگر این زن بالفرض که چندین شاهد بیاره، آیات قرآن را بیاره که آقا در قرآن اومده که امکان دارد که زنها بدون شوهر بچه بیارن، مادر عیسی رو بدون پدر از به دنیا آورد، پس بنابراین امکان دارد و این زن زناکاری نبوده، آیا میشه چنین استدلالی کرد؟ زیرا که امکان عقلیش یک چیز دیگر هست و وقتی که یک امر خارق العاده اتفاق افتاده، باید دلیل قطعی و صریح و 100% از منبع وحی برسد. در مورد امامت جواد و هادی و مهدی بیارن دلیلی رو که الله متعال جواد رو، هادی رو، مهدی رو در قبل از بلوغ در واقع به امامت برگزیده بود. ما آمنا و سلمنا این چیکار میکنیم؟ قبول میکنیم. در مورد هادی 3 روایت فقط وجود داره در کتاب اصول کافی و هر 3 روایت غیر معتبرند، ضعیف و مجهول هستند. یعنی حتی یک روایت صحیح هم وجود ندارد، چه برسد که اینکه در این زمینه آیات قرآن تصریح رو داشته نباشند. صرفاً به خاطر این امکان عقلی هست. من عرض کردم فقط اون کسانی که معتقد به خرافات و افسانه هستند میتوانند که این مطلب را قبول بکنند، وگرنه اون کسانی که محققند، اهل تحقیقند و بر اساس واقعیت عمل میکنند، به هیچ عنوان امامت جواد و هادی و مهدی برایشون قابل قبول نیست. پس بنابراین حرفی که در این زمینه هست روی امکانش نیست، بلکه روی تحققش هست. تحققش وقتی بخوان ثابت بکنند، با آیات قرآن بیان ثابت بکنند، مانند نبوت حضرت یحیی و عیسی علیهم السلام. اضافه بر این، شما نه تنها که آیه ندارید، نه تنها که تواتر ندارید در این زمینه، حتی یک روایت صحیح هم ندارید. اصول کافی آقای کلینی 20 سال تمام زحمت کشیده، 3 تا روایت در مورد هادی آورده که همهشون غیر معتبر هستند و صحیح در واقع نیستند. بدون از روایات صحیح و بدون از تواتر و بدون از آیه قرآن، شما چگونه میخواید یک امر خارق العاده رو چیکار بکنید؟ ثابت بکنید. اضافه بر این، آیه‌ای رو که در آیه قرآن هست که من عرض کردم که وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، این صراحت دارد، آیه و نص صریح قرآن است که هیچ انسانی رو به صورت کلی اومده و هیچ گونه اختصاصی رو نیاورده که مثلا پیغمبران مستثنا هستند، فرزندان ائمه مستثنا هستند، امامان مستثنا هستند. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیمان را امتحان و آزمایش بگوین تا اینکه به سن بلوغ برسند. عین همین مطلب را خود امام جواد در مورد فرزندش تطبیق کرده. یعنی این که از اعتقاد امام جواد از نظر ایشون فرزندش نه تنها که صلاحیت امامت را نداشته، حتی صلاحیت سرپرستی خواهرهای خودش، برادران خودش و برادر که نداشته خواهرانش و بقیه اموالی رو که مال خودش بوده این حق را نداشته. پس بنابراین چگونه ایشون میتوانند که
در واقع سرپرستی یک امت را و امامت الهی رو در واقع به عهده بگیرند. و عرض کردم تا زمانی که انسان قائل به خرافات و افسانه نباشد نمیتواند امامت جواد و هادی و مهدی و دیگر ائمه شیعه را آنگونه که شیعه تعبیر میکنند نمیتواند که قبول بکند. جزاکم الله خیر. جناب استاد ما 20 دقیقه وقت داریم و هفته گذشته به بینندگان وقت نداده بودیم. در خدمت شما هستیم با بینندگان عزیز. جزاکم الله خیر. پس میان برنامه کوتاه میبینیم تا اینکه دوستان شما تلفن برنامه رو اعلان بکنن و با تماس‌های شما عزیزان در خدمتتون خواهیم بود که انشالله در رابطه با موضوعات برنامه انشالله صحبت خواهید کرد. با ما همراه باشید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره تماس با ما 2044 2035 1942 70. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. منتظر صدای گرمتان هستیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی با شما عزیزان هستیم در ادامه برنامه حجت بی حجت و همونطوری که در صفحه تلویزیون میبینید شماره تلفن برنامه زیرنویس شده و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و نظراتتون رو در مورد این مطلبی که مطرح کردیم، اهانت ها و توهین هایی که به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاصتا قضیه امامت امام رضا و امام جواد و امام هادی و تناقضاتی که وجود داره. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من سمیه از ایران تماس میگیرم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، تشکر. فقط التماس دعا، نیاز به دعای شما دارم، برام دعا کنید. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه خواهر گرامی. تشکر از تماستون. من سمیه از ایران. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی سلامتی؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران زنگ میزنم. از ایران، بفرمایید برادر گرامی. من یه سوال داشتم. من یه روزی میرم چابهار با بله بیننده گرامی، صدای ما را از طریق تلفن بشنوید. در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید میشنویم از شما. باشه. من عذر میخوام. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. شبتون بخیر. سلامت باشید. کمی بلندتر صحبت کنید یا دوستان صدا رو تقویت کنن در استودیو. خواهش میکنم. خشایار هستم، از ایران زنگ میزنم. سلام میکنم خدمت شما و استاد سلامت برنامه. باشید. سلامت باشید. ممنون از برنامه خوبتون. آقای میخواستم بگم. بفرمایید. من عذر میخوام تماس شما قطع شد. برادر گرامی لطف کنید دوباره زنگ بزنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ امان الله از گلستان. آقای امان الله، بفرمایید. با آقای انصاری کار داشتم. صدای شما داره در استودیو پخش میشه، لطفاً صدای گیرنده رو ببندید. بفرمایید. چشم. خوب آقای انصاری؟ سلامت باشید، تشکر از شما. خوب آقای انصاری؟
سلامت باشید. من عرض کردم خدمتون صدای تلویزیون رو ببندید. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. انصاری کار داره. صدای شما داره در استودیو پخش میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من از زاهدان زنگ میزنم. بفرمایید. من 2 ماه جلوتر بچه‌ام فوت کرده، میخوام شما دعا کنی برای بچه‌ام. باشه چشم، جناب مولانا انشالله دعا خواهیم کرد. تشکر از شما. دستشو درد نکنم، موفق و پیروز باش. سلامت باشید خواهر گرامی. تشکر از شما. بله سلام علیکم. خسته نباشید قربان. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ مشارکت کنم. خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ محمود هستم از مشهد. آقا محمود از مشهد. آقا محمود بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید میشنویم. الان اون گوشی ببندید. من با آقا انصاری میخوام صحبت کنم. عزیز دل برادر لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببند. آقای انصاری خیلی معذرت میخوام. بفرمایید. آقای دهقان سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای دهقان ببخشید این در مورد همین فرمایشاتون میخواستم عرض کنم. منم یه جا خوندم که گفتن امام حسین موقعی که درس خوندن رفتن مکتب درس بخونن، اولین چیزایی که یاد گرفتن پدرشون به ایشون جایزه دادن به معلمشون. حالا یه چیز دیگه میخواستم خدمتتون کنم، نمیدونم اینو کجا شنیدم یا خوندم. این یه چند روز پیش یه آقای به نام رضا از کرمان زنگ زدن. ایشون میخواستن بگن موضوع بحثتون هم این بود که امامت در قرآن. هی اومدن یه چیزی بگن، آقای انصاری هی گفتن که شما که قرآن رو قبول ندارید، شما که قرآن اجازه ندادن، چون من خیلی میخوام بدونم داستان چی بود. اصلا نذاشتن. اگر شما اونجا دخالت میکردید میگفتید آقا حالا شما بگو من بعد جواب تو بدم. آقا انصاری اجازه ندادن. یه چیز دیگه، توی یمن وقتی این کارا اتفاق افتاد آل سعود آقا محمود برنامه رو سیاسی نکنید. آقا محمود عزیز برنامه رو سیاسی نکنید. آقا محمود برنامه رو سیاسی نکنید. ما موضوعمون قضیه امامت است. آقا محمود عزیز هنگامی که شما موضوعی که دوست دارید مطرح بکنید مثل اون آقا رضا ربطی به برنامه نداشته باشه، ما مجبوریم که اجازه ندیم بیننده صحبت کنه. مونتا به خاطر اینکه چیزی تو دل شما نمونه، قوی ترین آیه‌ای که فکر میکنید در قرآن کریم در اثبات امامت 12 امامتون هست شما الان بیان بفرمایید. من قول میدم حضرت مولانا در مورد صحبت بکنن. بسم الله. قوی ترین آیه، از اون دیگه ردخور نداشته باشه. بفرمایید. عزیز دل من که اونقدر من فقط میخواستم من شیعه هستم ولی شیعه رو تو خرافات زیاد میدیدم. خیلی دوست دارم حرفای شما رو. من منظورم این بود که ببینم آیا واقعا این آقایی که میخواستم بگن، حالا من دارم تحقیق میکنم، من خودم سواد نشد، اجازه ندادید که نظرشو بگه بعد شما نظرتون بگید. من که نمیگم اون آقا درست میگم. بیننده عزیز بله جناب مولانا با شما میخوان صحبت کنن. بفرمایید. آره من در خدمت آقا مولانا. ببینید جناب علامه هلی ابن مطهر حلمی که یکی از بزرگان شما هست، کتابی دارند به نام منهاج الکرامه، احتمالاً اسمش شنیدید. ما در روزهای چهارشنبه برنامه‌ای رو داریم به نام منهاج السنه. نقد میکنیم دلایلی رو که آقای هلی برای اثبات امامت سیدنا علی یا 12 امام شیعه آوردن. در این کتاب آقای هلی 10 آیه رو ذکر کردن برای اثبات امامت سیدنا علی و دیگر ائمه. انشاءالله در این هفته که میاد و هفته‌های آینده این برنامه رو دنبال بکنید. قوی ترین دلایل شیعه رو که از قرآن آوردن برای اثبات امامت از زبان علامه هلی ما نقل میکنیم و جوابش را مفصلا انشاءالله شما بشنوید. من که نگفتم نظر منه، شما میگید که شما این عقیده رو دارید. من به عنوان یه نفر فقط میخوام انتخاب کنم درستو. نظر من که این نیست که چون من نمیدونم ایشون چی میخواستن بگن. من اینو عرض میکنم که کاش میذاشتید میگفتن بعد رد میکردید.
حتی آقا انصاری اجازه ندادن. خب شما که قرآن تعریف شده میدونید، شما که نمیدونم قرآن رو قبول ندارید، من از شما توقع داشتم میگفتید آقا انصاری اجازه بده بعد جوابشو میگفتید من لذت میبردم. من که نمیدونم الان ایشون چی میخواست بگه و منم که دارم جانبداری نمیکنم از ایشون. درست. آقا محمود عزیز، مدت برنامه ما 2 ساعته، ما 20 دقیقه رو یا نیم ساعت رو حداکثر نیم ساعت رو به بینندگان اختصاص میدیم. اگر من قرار باشه که به هر بیننده ای اجازه بدم که هر موضوعی که دوست داره، هر سوالی که دوست داره مطرح بکنه، الان همین 4 آیه اگر ایشون بیاد از قرآن در اثبات امامت ذکر بکنه، خب جواب دادن به این یک برنامه 2 ساعته میخواد. آیا به نظر شما معقوله من اجازه بدم هر کی هرچی دوست داره بگه؟ بله. آخه موضوع برنامه‌تون این بود، شما حتی اجازه ندادید ما موضوع برنامه، میبخشید من تو این برنامه حجت موضوع برنامه با موضوعیت امامت در قرآن نداشتیم. شاید شما برنامه دیگری رو دیده باشید. نه همین آقای عبدالقدوس بودن، خدمتشون خیلی دوست دارم صحبت کردنشون و راجع به شاید پس در برنامه منهاج السنه بوده، من نبودم. نمیدونم چی بود، ولی ایشون بودن. تمام دلایلی همون آیاتی رو که همین بیننده میخواستن بگن، همین آیات رو علامه هلی گفته، قویتر و محکمتر یک عالم شیعه گفته. ما این آیات رو بررسی خواهیم کرد در جلوی دوربین انشالله. این آیات رو شما بشنوید، ما هم اینا رو نقل میکنیم. اگر دلالت بر امامت بلافاصل علی داشت، ما هم شیعه میشویم، ما هم دنبال حقیم. منم عرضم همینه، میگم کاش شما اجازه میدادید میگفت. تشکر از شما آقا محمود بزرگوار، زنده باشید. انشاءالله روز چهارشنبه برنامه منهاج السنه رو ببینید، دقیقاً همین ساعت شروع میشه. در اون برنامه انشاءالله پاسخ سوالاتتون رو دریافت خواهید کرد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله امامت میخواستم صحبت کنم. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید در رابطه با امامت این 3 بزرگوار، امام رضا، امام جواد و امام هادی، و تناقضات و دروغایی که در کتب شیعه وجود داره. بله در سوره آل عمران آیه 33 و 34 دیگه با آل عمران المؤمنون من آل ابراهیم با آل عمران با آل یاسین محمد صحیح بخاری جلد 4 آقای محترم چه ربطی داره این به موضوع برنامه ما؟ موضوع برنامه ما توهین ها و اهانت هایی که به امام رضا، به امام جواد و امام هادی در کتاب اصول کافی، و اینکه در رابطه با امام هادی شما یک روایت صحیح هم ندارید در اصول کافی که امامت ایشون رو ثابت میکنه. دوباره زنگ بزنید، صداتون واضح نبود. بله سلام علیکم، بفرمایید. داد نکشید، خیلی آروم. گاهی اوقات یعنی این آخوندا که تماس میگیرن انقدر عصبانی هستن که صداشون واقعا قابل فهم نیست. بله بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ ما از ایران زنگ میزنم، مسکات. بفرمایید برادر گرامی. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. با شما صحبت میکنم. بله برادر عزیز، شک دارید؟ خب درست، الان چون گرنده رو پایین کردم سر میخواستم بپرسم شما این برنامه تان چیزیست بالاخره؟ ما اصلا نفهمیدیم که مثلا برنامه شما راجع به چی هست و چی نیست. اصلا ما اصلا خود ما شک کرد، اجازه بدید بعد جواب ما رو بدین. بفرمایید. من که صحبت نکردم، شما دارید صحبت. بفرمایید. در رابطه با همین موضوعاتی که ما مطرح کردیم، اگر که سوالی برای شما ایجاد شده ما خوشحال میشیم که بشنویم. نه خب ببین شما برادر، شما ماشاءالله جوان مثل شبکاتون بردین اروپا، مثل آقای اللهیاری. شما بالاخره باید کمی حواستون به طرف مثلا مردم باشن. این یک تفرقه است که شما بالاخره برای مردم مثلا. خب یک نمونه از این تفرقه رو بگید. یک نمونه از این تفرقه رو بگید.
همین که شما باید نگین که مثلا شیعه بعد از سنی خوبه، سنی خوبه، شیعه بعد. من چی گفتم؟ شما در طول این برنامه، بیننده عزیز، در طول برنامه من گفتم که شیعه بعد سنی خوبه؟ من میگم که در کتاب شما به امام رضا تهمت چشم چرانی میزنن، میگن که ایشون وقتی که پیش مأمون میرفت چشاش به طرف دخترعموی مأمون بود. آیا این توهین به امام رضا که از اهل بیت بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میشن هست یا نیست؟ اینو نه در بخاری گفته نه در مسلم گفته، در صحیح ترین کتاب های شما گفته. آیه گوش کن آقا جای انصاری جان. میگه من تشکر میکنم از شما. بعد بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کجاشون شد؟ بیننده گرامی لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. من تعجب میکنم، یعنی جناب استاد ما از وقتی که این برنامه شروع شده یک آخوند مرد پیدا نشد زنگ بزنه و از این خزعبلات و اهانت ها و توهین هایی که در کتاب های اینا هست دفاع بکنه. واقعا جای تعجبه. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من بلوچ هستم، از چهاربار زنگ میزنم. بفرمایید. با انصاری خواستم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. آقا انصاری خسته نباشید. سلامت باشید. تشکر از شما. انصاری، من از بلوچستان زنگ میزنم، یه دانشجو هستم. بفرمایید. دانشجوی دانشگاه آزاد. من یک گله داشتم از شهر، نماینده خودمون تو مجلس، از شورای شهرمون، بعد ازم رئیس دانشگاهمون. چون ما اهل سنت 95% دانشجوها رو تشکیل میدیم تو دانشگاه خودمون. بله. بعد اهل سنت جایگاهی نداره. درست. عرضم به حضور شما، ما که تو کلاس اندیشه همون میشینیم 99% اهل سنت هستن. بعد حاج آقاشون میاد در مورد امامت حرف میزنه، امامتی که ما اهل سنت قبول نداریم. درست. جالبتر از این میاد به امیر معاویه توهین میکنه جلوی 99% دانشجوها. بله. برادر عزیز، ما اینجا 5 ساله که برنامه داریم در رد اینها. تا حالا یکی از این آخوندان مرد نشده که بیاد اینجا جواب سوالات ما رو بده. بعد میرن اونجا برای دانشجویان اهل سنت در مورد امامت صحبت میکنن. واقعا خنده داره. جالبتر از اینم که به امیر معاویه کاتب وی برادر خانم پیامبر جلوی 99% دانشجوی اهل سنت توهین میکنه. من که بلند میشم جلوش میگم آقا توهین نکنید، بهش برمیخوره، میگه تو کتاب معاصر اومده درون بخونیم. خب کجاشو بکنیم وقتی که اینا که الکیه؟ درست. تشکر میکنم از شما. دیگه من به شخص دیگه پامو دیگه تو پای دانشگاه آزاد چهاربار نمیذارم. تشکر از شما برادرم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. آخرین تماس رو میگیریم. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. خوبین حاج آقا؟ سلامتی؟ زنده باشید. خیلی مختصر در 30 ثانیه. بله. حاج آقا بفرمایید. ببین شما که درباره امامات صحبت میکنی، آیا شما امامت امام حسین قبول دارین یا ندارین؟ بیننده گرامی، شما مقلد کی هستید؟ امامت امام حسین شما قبول مقلد کی هستید شما؟ مرجع تقلیدتون کیه؟ من مرجع تقلیدم یکی از این علما، هر کی بخواد باشه. نه خب من باید بدونم مرجع تقلیدتون کیه؟ هر کی، حالا چیکار من باید خودم بلد باشه. شما چیکار عزیزم شما مرجع تقلید دارید یا ندارید؟ بله دارم. دارید؟ خب لطف کنید به این مرجع تقلیدتون بگید که به ما زنگ بزنه، ما انشالله پاسخشو خواهیم داد. تشکر میکنم از شما. جناب استاد، من فکر میکنم این 20 دقیقه 30 دقیقه که برای بینندگان اختصاص دادیم تا اینکه مسیر برنامه عوض نشه، این رو اختصاص بدیم به سوالات شرعی بینندگان در غیاب حضور
عذرات آیات حزام و اوجج اسلام که فقط بلدن که پول مردم رو بخورن به اسم خمس و از ناموس مردم اسم صیغه استفاده کنن. این غیرت و شهامت رو ندارن که بیان از کتاباشون، از همین کتابا رو اینا در حوزه علمی میخونن. یعنی به خاطر همین کتابا این عماما به سر اینا گذاشته میشه و این عبا و قبا رو میپوشن. خب یک مرد در بین اینا پیدا نمیشه که بیاد از این توهین ها و اهانت هایی که به ائمه اهل بیت کردن دفاع بکنن؟ واقعیت این است که اگر ما در این برنامه مثلا صحیح بخاری رو می آوردیم، مسلم رو، ترمذی، ابو داود، کتابای اهل سنت رو می آوردیم که شیعه چنین چنان گفتند، شیعه چنین چنان هستند، خیلی پیدا میشد که جواب بدن. آقا این کتابای خود شما هست، شما دروغ میگید، این روایت جعلی خودتون ساختید، نواسبید، علیه شیعه اینها رو ساختید. در این برنامه در هیچ مسئله از این مسائل من از کتابای اهل سنت علیه شیعه استدلال نکردم. کتابای خود شیعه هست و اینجا نمایش میدم. وقتی کتابای خود شیعه هست، وقتی خود شیعه میگن که امامت دلیل ندارد، وقتی خود شیعه در کتاب اصول کافی آقای کلینی میاد توهین میکنه به امام کاظم، به امام جعفر و به ائمه دیگر، خب اینا پاسخی در واقع ندارن. هیچ گونه پاسخی ندارن، نه جای تعویل داره و نه جای در واقع توجیه و پاسخی رو نداره. به این خاطر ما میبینیم که کسی در این مورد موضوع برنامه سخنی رو نمیگن. و نمیدونم چند دقیقه باقی مونده. تا وقت گذشته جناب. و در مورد همین مطالبی که عرض کردم در مورد امامت امام بعد از امام رضا، در اینجا یکی از علتهای تفرقی که ایجاد شد بعد از امام رضا که به چندین گروه شیعیان در واقع تقسیم شدند، یکی از علتهایش نابالغ بودن امام جواد و امام هادی بعد از این بوده. و در این مطالب در کتاب نوبختی کاملا اومده و به طور من مختصرا اشاره میکنم. در چندین جای ایشون گفتن و کان سبب الفرقتین اللتین اتمت احداهما به احمد ابن موسی، که معتقد به امامت احمد ابن موسی یعنی شاه چراغ شدند و فرقه دیگه برگشتند، این بوده که و ان ابا الحسن الرضا علیه السلام توفی و ابنه محمد ابن 7 سنین، امام رضا از دنیا رفت و پسرش 7 ساله بود. فاستسبوه و استصغروه، ایشون کوچک فهمیدند. یعنی خود شیعیان اون زمان معتقد به علم لدنی نبودند و ایشون چون کوچک بود امامتش رو قبول نکردند. در چندین جمله این مرتبه را آورده. ثم ان الذين قالوا بامامه ابي جعفر محمد ابن علی ابن موسی اختلفوا في کیفیت علمه لحداثه سنی، اختلاف کردن این علم از کجا اومده، ایشون که صغیر بودن. و همین مطلب در چندین جا از این کتاب کاملا اومده. یعنی این که مطلب علم الهی اونها یا این که قیاس بکنن بر حضرت یحیی علیه السلام چون این چیزی وجود نداشته، تمام اینها بعداً ساخته و پرداخته شیعه بوده تا اینکه این در واقع عدم علم را فرصت نداشتن برای تحصیل و برای این ائمه و به بلوغ نرسیدن این بزرگواران را در هنگام امامت اینو توجیه بکنن. تمام این روایات جعلی و در واقع دروغی هست، برخلاف واقعیت و برخلاف اتفاقاتی که در زمان وفات ایشان در واقع افتاده بود. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا. همچنین من توصیه میکنم به این برادر عزیزمون که از شبهار زنگ زدن و گفتم من میخوام ترک تحصیل بکنم به خاطر اینکه در سر کلاس توهین میکنن، عرض میکنم که این حرفا رو تحمل بکنید. اگر نمیتونید پاسخ بدید حداقل تحمل بکنید و به خاطر این در واقع بی‌حرمتی که میشود و شما تحصیل خودتان رو ترک نکنید که این بزرگترین ضربه هست به جامعه اهل سنت و الجماعت. اینها هدفشون همین است که توهین بکنن به اهل سنت و الجماعت، شما رو از این مسیر علم در واقع باز دارند. اگر شما ترک تحصیل بکنید در واقع شیعه و اون کسانی که اهانت میکنن به هدف خودشون رسیدن. پس بنابراین با تمام جدیت این شبهات رو پاسخ رو از ما بشنوید، ببینید و تحصیل خودتون رو هم ان شاءالله ادامه بدهید. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب مولانا و همچنین از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا فرصت دیگر که باز هم با امید آمدن آخوندی و دفاع از این کتاب ها و از این خزعبلاتی که در کتاباشون وجود داره، شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپاریم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. جزاکم الله خیر.